زاغ سیاه. بله منم. تو گفته بودی که دیگر با من وانه میخوری. وای، من برای سنجیدن تو گفته بودم، برای حسیات های تو نسبت من راست بودن و نبودنش رو سنجیدم، اما میبینم که راست نبودند. مگر این خیلی ممکن است؟ من کوشش کردم که به تو فهمونم، اما تو باشی گوش نکردی. چرا گوش نکردم؟ همش آشکار نیست مگر؟ تو فاتحه شده ایستاده ای. مجبورم. نیستی، به هیچ چیز مجبور نیستی زهرا. اگر مرا دوست داری فاتحه نکن. اگر یک جای شویم تمام مانعه ها رو پس سر میکنیم. باور کن. تو نمیدانی که من این رو چقدر میخواهم، اما تو رو نمیشناسم، رویت رو حتی ندیدم. زهرا، در اصل مرا تو بسیار خوب میشناسی. چی؟ میشناسم؟ بله، انسان در نزد چشمش بوده رو دیده نمیتواند، دائم به دوری ها نگاه میکند، حالا هم که حقیقت در پیش نظرم است. زاغ سیاه من، چرا میخندی؟ خرسند شدی؟ بسیار خرسند شدم. سمی چه خیر خرسنده شدم، بسیار خنده آورد. زاغ سیاه تو هستی؟ زهرا، من بسیار جدی میگویم. سفزته نگوی. تو یعنی چه خیر تو این ناممکن است؟ چرا من از تو آنقدر پول گرفتم فکر کردی؟ تو حقی در گمرک بودت رو گرفتی؟ نه زهرا، من دیگر این حقیقت را پنهان کرده نمیتوانم. سمی، کدام حقیقت؟ تو چی میگویی؟ زهرا، پولی از تو گرفتم را من به محتاجان تقسیم کردم، اما باور بکن تنگه به تنگه پولت رو برمیگردانم. سمی، چه علاقه دارد؟ چه خیل تنگه، چه خیل پول، چه خیل برگرداندن؟ زاغ سیاه تو هستی؟ سمی، عذر بخواهم، من دیگر این خیل نمی کنم. در حقیقت شوخی بسیار خوب کردی. یعنی تو حالا هم به من باور نداری؟ تو جدی میگویی؟ بله. سمی گوش کن، من بسیار به تو باور کردن میخواستم، اما این سفسطه است. سفسطه؟ به محتاجان کمک کردن مگر سفسطه است زهرا؟ تو مگر میدونی اونها چی عذاب ها میکشند؟ چه علاقه دارد؟ مایلش زهرا، التماس باور نمیکنه، اقلا اجازه ده گپ زنم. تو در حیاتت یکم بار شخصی به یک لقمه نان محتاج رو دیدی؟ تو از فقیری چی میفهمی زهرا؟ سمی، تو آیا از احوال پدری که با پسرش یک بازیچه خریده نمیتواند خبر داری؟ من انا با این خیل انسان ها کمک میرسانم زهرا. برای خورسندی در چشمانشون بوده رو دیدم، من برای آن خورسندی میمیرم زهرا. من خودم را با فقیران، با بینوایان مانند تویی که به دست راهزنان در می آیند، انسان هایی که مانند فرشته هستم بخشیده. یک ثانیه سمی، پس مرا از دست اون کنعانی دیوانه تو نجات دادی ها؟ بله.
پس رسم مادرم رو هم تو آوردی؟ البته. سمی جان آخر چی خیلی گویم باور کردن به تو اونقدر مشکل است که میدانم بسیار مشکل است زهرا. اینها رو برای آن میفهمونم که تو و شخصی که دوستش نمیداری و او رو نمیخواهی عائله بنیاد کردنی هستی. البته این حقیقت رو دانستنت لازم است. گوش کن، تو نمیدانی اما من از مراغ ظاهر کردن زاغ سیاه شبهای شب خواب نکردم. فهمیدی؟ و در حقیقت کی بودنی او رو بسیار فهمیدن میخواهم. اما چی؟ اما این است که چی؟ اما اینش است که سمی جان گفتن مشکل است. گفتن نمیتوانم. وقتی که تو ناگهانی گفتی چی گفتنم رو ندانستم. در درون تیاری به فاتحه رفته ایستاده است. تو باش اینجا با سمی صحبت میکنی. کنه بینیم. شب بخیر. من هم تو رو جستجو داشتم، اما اگر یکون چیزی مهم باشد من روم. نه، من به هوای تازه برآمدم. به هوای تازه برآمدی؟ آقای سمی هم به هوای تازه برآمده است. حاضر روبرو شدید؟ روبرو شدیم و گپ زده ایستاده بودیم. زیاد جان پای بردم عزیزم. اگر مسئله شخصی باشد من میروم. نه، همین خیر بین خودمون گپ میزدیم. بین خودتون؟ بسیار خنک خوردم. خونه درایم عیب میشود. رفتیم. بله خیر باشد. اینها رو با اینجا این چو جمع شده؟ اگر یکان چیزی مهمی بود اینجا نمیگذاشتم. لباس ها با چاچاق در اینجا گذاشته و اینها رو حجت اینجا. جزاک الله خیرا کثیرا. همش دیده. تمام. بسیار زیبا شد. زیبا. با خود هیچ کسی اینجا بودنی ما رو نمیفهمه. گزارش رو خواستم آمدن سردارم در روی میزتان. خب تشکر. دارم؟ چی تو عقلت رو خوردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو دیوانه شده ای؟ باز اینجا نهاری خورده ایستاده است. خانه نداری تو؟ نه سردارم. چی خیلی خانه نداری؟ سردارم ما رو وقت کارتی را پیش کردم. معاشم رو که ندادن پول کارتی را دادن نتونستم. وجدان اینستانیم کمپیر خیره خانهشون سرم کرد. نیت دارم همینجا زندگی کنم. مگر اینجا جای زیست است؟ سردارم من شما را ناراحت نمیکنم. در حقیقت حتی اینجا بودنم را حس نمیکنید. این مرا دیوانه نکن. زود جماعت رو جمع کن. سردارم اقلا یک شب مونم صغیره ام بخدا. حجت آمده رو در کجا گذاشتی؟ با من نشون ده. نمیدونم سردارم، من خبر ندارم. تو هیچ چیز رو نمیدونی. هیچ چیز رو نمیدونی. این چی است؟ چی سردارم؟ این چیست؟ چرا در اینجاست؟ این تورسی که سردارم. تک پوش بدنشو میدونم احمق. اینجا چی میکابد؟ سردارم بلی با سر کس نرست که این گناه عظیم است. کشکشکی مرا نرست. این را گیر.
مردک چی میکنی؟ این جوراب چی کار میکند؟ این هم دلیل است؟ اینا از تو هند؟ آخه وقتی که از کوارتیر پیشم کردن دیگر ندونستیم که لباسم کجا برم. پسرم یکم چیز را دیدن نمیخواهم. چیزهای نالازم را در اینجا نبینم. زود لباسات را جمع کن و خانه ما میرویم. با خانه شما؟ بله، ینگت در خانه نیست. در خانه ما مهمان میشوی. رفتیم. نمیخوام شما را ناراحت کنم سردارم. تو البته مرا ناراحت میکنی، این را خوب میدونم، لیکن در اینجا ایستادنت را وجدانم نمیبردارد. در حقیقت اگر من در خانه که برم شما برای من غمگین میشوید. تو دیوانه مگر؟ البته که غمگین نشوم. چرا نشوم؟ مگر قلب من سنگین است؟ سردارم در حقیقت مرا دوست می‌دارد. خانم بسیار هم مینت دارستیم. برای ما بسیار هم برنامه جالب تیار کردید. تشکر زیاد به شما. بسیار خرسند شدم. خواطر نشوید، این فاتحه از همه برنامه مکمل ترین سالهای آخر می شود. تشکر. به این هیچ شبهه نیست سومن جان. بسیار مینت داریم خانم سومن، بسیار خوشحال شدیم. خواهش میکنم. شبهای خوش. خیر میلش. شبی فاتحه با میخره ها باز. اگر به سرطان یکان فکری نو آید به من زنگ زنید. میلش عزیزم، پگاه میبینیم. شب بخیر. شب خوش. شبتان خوش. شب خوش. شبتان خوش. این کار را با آدمانی باوری ناکس باریدیم. براحت خواب کرده میتونیم ها؟ خیر. با شرافتی کی؟ البته با شرافتی تو عزیزم. گوش کن جانکم، صدقاً میگویم بسیار شبی زیبا بود. تبریک میکنم. با فاتحه تیاری خوب دیدیم. حالا که خوشحال هستم این خیل گپ زده با عصبم نرس فروخ. عزیزم اخیر داماد رو گیر، مرا عزیزم نگو. تو رفته با آن دختر با آن زیبا سنمت عزیزم بگو. آخه تو چرا با من باور نمیکنی؟ بغیر از تو یگان عزیزی دیگر داشته نمیتوانم. شرم نداشته دروغ میگویی ها؟ دخترها تشکر زیاد برای آمدنتان. این خیلی گپ نزد نمیارزد. الکی میروید؟ اکنون میرویم. وقت را بسیار نغز گذراندیم. رقص زیبا بود. تشکر زیاد. خیلی میله. شب خوش. زیاد جان میروی؟ بله جانم میروم. معلوم است الکی دیر شده است. من روم. خدا حافظ. شبتان خوش. زورا جان من هم میروم. بخشش تو با کجا؟ به خانه. نه رسلین این شب با من خوب کن. عزیزم تو خوب هستی؟ خوبم، بسیار خوبم. بیمون با تو گفتنی های زیاد دارم. خیر من میروم. اپا تو با کجا؟ آخر کارت الکترونی و جزدانم رو در خانه پرتفته اومدم. رفته گیرم. خیر سحری میروی؟ نه سحری وقت نمیوبیم. آخر حالا که وقت است رفته گرفته میویم. ای پیمی خیر. مالش. با احتیاط شب خوب. شبی خوش. نغز مانید. بازدید. خیر. های زهرا، تو چی هله داری؟ اما چی؟ در بیرون گپ زدن ها، نمیدونم آن خیلی نگاه ها. دومونوزیو لبای آقای فروخ شما مرا ترسندید. زیا جان، با شما صحبت کردنم آن لازم بسیار مخفی است. بین هر دیمان ماند. مخفی؟ ها بسیار مخفی. دوملا با کمک شما احتیاج دارم. مرحمت گذارید. یه زور آخر با من فهمون چی گپ از خواطر شدم. یک واقعه عجایب رخ داد. تو حد عجایب که حتی به خیالت راست نمی آید. تو انمی درجه. زورا تو چی ها میگوی؟ چه خیل خیال؟ زودتر با من فهمون. زوغی سیو. باز همون موضوع. من فکر کردم یگون گپی دیگر شده است. نه همون موضوع نیست. سریدی یک چیز بسیار عجیب فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ زوغی سیاه اولادار شده است؟ نه کی بودن زوغی سیاه رو فهمیدم. کی بود است؟ سمی. چی؟
سامی؟ سفسطه نگوی زورو جون خنداور است به خودو. خنده آور بودنشو میدونستم. وقتی که من هم شنیدم خندیدم، اما اونقدر جدی بود که سیلین بسیار عصبی شد از سبب خنده من. این خیل شده نمیتواند، این سفسطه است. نه به فکر من هم سفسطه است. اما چی امو؟ عجیبه، زوغیسیو سامی بوده است. بچه‌شمون بینم باور نمیکنم این ناممکن است. به فکر من هم، اما اونقدر جدی بود که سیلین به زوری گفت که زوغیسیو منم. زهرا در حقیقت مانندی دارم؟ از کجا دارم سیلین؟ گویا که من سیمای او رو چند بار دیدم. چه خیلی از کجا دنیا آخرش شما چند بار روبرو شدید کو؟ بله عزیزم، روبرو شدیم، اما گاه تاریک بود و گاه تیره. دوی ما در رویش نقاب بود سیلین. به خدا زورو، حتی من زوغیسیو بودم میتوانم، اما سامی اصلا بودن نمیتوانم. این ناممکن است. چرا چنین میگویی؟ زورو خوب فکر کن، درباره سامی گپ زده ایستادم. گردی چشمش پروژنگ، رویش زردینه هست، در حیاتش نقاب نمیپوشد. به خدا به فکر تو سامی چرا چنین کرد؟ چون که او میداند که تو به زوغیسیو توجه داره، از این استفاده برده تو رو مسخره دارد. همین خیر؟ البته که همین خیر. آخر سامی با تو شوخی کرده است زورو، همون سامی میشناختگیت است. آخر با تو یک چیز رو فهمانم سیلین، هیچ به شوخی مانه نبود. اونقدر جدی بود که هنگامی فهماندنش چشمانش آب گرفتند. چشمانش آب گرفتند؟ چرا؟ خودش را به بینوایان، فقیران و به مشکل دارندگان، بینوایان، محتاجان بخشیده بود است. سامی؟ گوش کن مرا زورو، سامی حالا هم از تو امید دارد چی؟ ای سفسطه نگوی سیلین، چند سال گذشت. آخر بینو چی کار کرده ایستاده است. به فکرم حالا هم دلش به تو است. یکی سامی در حقیقت زوغیسیو باشد. شما را گوش دارم آقای فروخ. اکنون داملا شما شاید پای برده باشد مناسبت من و تولین عین حال نه اونقدر خوب است. با خدا من پای نبردم آقای فروخ، یعنی از بیرون این خیل نمی نماید. داملا در مجله خبری بافته برآمد این خیل گویا با یک دختر جوان یگان مناسبتی داشتم. البته که این دروغ است. در این وقت کوتاه مرا کم و بیش باید شما شناخته باشید. مگر من همین خیل کار میکنم؟ نمیکنید. البته که نمیکنم. شما با این خیل میجاد صاحب نیستید. اما این رو بیا و با طولین فهمون. نمیفهمد. مرا هیچ نفهمید آخر داملا. یعنی سالهای زیاد میشود اویله داریم، لیکن حتی یک مرتبه طولین مرا با پنجهش نگرفته است. با پنجهش گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یعنی مرا خطا نفهمید داملا، من اونقدر آدم بی‌راه نیستم، بوده هم نمیتوانم. اما آخر در این قدر وقت یگان حرمت احترام باید میداشتم. همین خیل نه؟ چی دانم؟ یعنی طولین با من مهر پیدا نکرد، من را دوست نداشت. مگر این خیلی چیز ممکن است آقای فروخ؟ لطفاً اگر بین شما محبت نمی بود این قدر وقت اویله داری میشد؟ مگر دوست داشتگی است. آقای فروخ خفه نشوید، اما از من چی میخواهید؟ من نفهمیدم. یا خدا، این را با شما چخیل گویم؟ مسئله این است که میخواهم که شما با من مصلحت دهید داملا. چیکار کنم که طولین با من مهر پیدا کند؟ از شما اصولش رو فهمیدن میخواهم. از من؟ بله. آقای فروخ یعنی من قاضی نیستم، من داملایم. بله، من برای همین نزد شما آمدم. برای این؟ یعنی چی خیل؟ داملا جان، شما در این خیل کارها راستی گپ استخوان نداره، چون که قلب زورو را در مدت کوتاه به دست آورده. شما وضعیت رو واهمه میکنید. نه این خیل نگویید. بینید زهرا دختری خوب و زیباست، اما انسانی بسیار مرکب است. تا این دم یگام کس قلبی او را به دست آورده نتوانست غیر از شما. من به شما گپ ندارم داملا، یعنی در مدت کوتاه زهرا را با اویله‌دار شوی راضی کردنتون بسیار موفقیت کلان است. تشکر. با فکر من داملا سیری با یک زن تاثیر کردنتون را بغیر از شما کسی دیگر نمیداند. آن از همین سبب من برای این سیر را آموختن به نزد شما آمدم. دو روز بعد فاتحه میشوی، حالا هم از پس سامی زوغیسیو
اوف بس کن سفسطگویی رو. چی کار کنم سلینا؟ چی کار کنم؟ یکی سمی در حقیقت زوغ سیاه باشد. زورا جون گوش کن، گفتم کن این خیلی ناممکن است. مایلش فرض میکنیم که سمی در حقیقت زوغ سیاه است. خیر چی عوض میشود؟ چی خیر چی عوض میشود؟ جانکم آخر تو نسبت سمی محبت نداری کو؟ نداری ها؟ البته که ندارم سلین. زهرا باوری داری؟ سلین جان ها؟ من تنها نسبت زوغ سیاه محبت دارم. عزیزم من هم با تو میگویم که یک سمی زوغ سیاه باشد. از این سبب پرسیده استودم. سلین با من فشار نیارو خیر. سرم خودش آمیخته شده است. گوش کن من زوغ سیاه گفته به خیال عاشق شدم. او برای من یک قهرمان است میفهمی؟ خیر بعد یعنی که اگر سمی زوغ سیاه باشد من او رو دوستش میتوانم، یا که زوغ سیاه سمی باشد باز من وقتی زوغ سیاه را دیدنم چی خیلی که هنگام زوغ سیاه را دیدنم قلبم تپش کرد. وقتی سمی را دیدنم بس زورو دیوانه شدم به خدا. اوف چی داد میزنی ها؟ آخر بس است. نه زوغ سیاه نه سمی بود. در عصبم رسیدی زورو. به خدا مونده شدم. خودش چی گپ است؟ من چند بار به شهناز گفتم در بالای سر من یک کاسه آب گذار. تو باشه یک پیاله آب میگذارده؟ مگر این برای من بسنده است؟ از داروها دهانم خوش شده. زورا جون گوش کن. تو با من بگو تو با دامولوز یا فوتیا میشوی یا نمیشوی؟ یا اینکه با خیالی زوغ سیاه عمرت رو میگذرونی؟ کمتری دیگر دازن سری جان همه شنون مرش. تیارید آقای فاروق؟ تیارم. گوش کنید اما با گپای گفته من نمیرنجید. خفه نشوید مایلش. نه دامولو خفه نمیشوم. آغاز کنه. مایلش پیش از همه لباس ها رو عوض کرده به این کار آغاز میکنید. چی اینها بدن؟ نه بد نیستن. یعنی شما با اونها کم پیر می نمایید. شما پیر نیستید کو. با خود لباس های ورزشی رو انتخاب کنید. مرا فهمیدید؟ مایلش دامولو لباس ها رو عوض میکنیم. این آسان است. باز چی؟ آقای فاروق شکمتون رو کم آب کردن در کار. دامولو این شکم بعد از میلیس شد. یعنی میلیس بسیار کودک به اشتیا بود. با او من خوراک میدادم. او خورد گفته من بسیار میخوردم از همین سبب. یعنی این شکم از میلیس میروز گفته آب کردن نمیخواهید؟ نه این خیلی نیست. آب میکنم. چی کار کردنم لازم است دامولو؟ ورزش. با ورزش مشغول شوید. من به شما یک چیز رو بگم. زنها مرد ورزشگر رو دوست میدارن. مایلش با ورزش مشغول میشوم. باز چی؟ باز با خدا آقای فاروق یعنی خفه نشوید. چی خیلی گفتنم رو نمیدونم. یعنی شما کم چی استیلی شما کم چی زن کلام؟ بله میدونم دامولو. تولین هم بردوام مرا زن کلام گفته میستود. اما یعنی من چخیل از این وضعیت برآمدنم رو نمیدونم دامولو. آقای فاروق راه حلش بسیار آسان است. گوش کنید. در یگان موضوع یک روی میکنه. شما باشید مقابل آن رو میگویید. حتی از او هم زیادتر یک روی میکنید. فرض میکنیم با شما داد زد. شما بلندتر داد میزنید. بعضی چیزها رو محدود کنید. مثلا با لباس پوشیش کار گیرید. من چی دانم وقتی از بیرون آمدنش فرض کنیم در کجا بودید تا این دم چی کار میکرده گفته سوال ها دید. اما دامولو من بزنم باوری دارم. آخر این با باوری یگان علاقه ندارد. گوش کنید. هر زن اگر از هم زنی زمانوی باشد هم این چیز معقولشان هست. یعنی میخواهد که کسی آنها رو اداره کند. با قوت بودن مردی در مقابلشان بوده رو هیچ کردن میخواهند. یعنی این حسیات رو با او دید. مایلش دامولو این رو فهمیدم. باز چی کنم؟ یعنی با بیرون برای سیر و گشت کنید. صحبت کنید. دامولو زیاد آخری خیلی نمیگویم. در هوای تازه گیرید گفتند. با عوض کردن مکان فرح می آید. مایلش دامولو اینش را فهمیدم. باز چی؟ مدامی که شما رو پس میزند غمگینتان میکنه. یعنی مایلش خبری در روزنامه بوده رو بافته نشمارید. اما بعضا حرکت هایی کنید که او رشک کند. دامولو یکی تأثیری بد نرساند؟ نمیرساند آقای فاروق. اینها حقیقت های علمی می باشند. فهمیدید؟
زنها چخل گویم کمی رشک میکنند که اون حسیات های خوب بوده کمی در حرکت دروید. فهمیدید؟ میگوید که در حال قیمت من در نزد او زیاد میشود. آقای فاروق من همین قدرش رو با شما میگویم، در حال در چشمش عزیز میشوید. راست میگوید دامولا، با خدا راست میگوید. دامولا این گفته های شما رو یک به یک اجرا میکنم. شما این رو یک سنجید، بعداً باز وا میخوریم. این هنوز فوتی است. به نکاح حالا وقتی زیاد است. همین خیل مایلش چی وضع می شود؟ آخر چه خیلی وضع می شود؟ این حال است که بودن زاغ سیاه هنوز پورا خبر ندارم. تا نکاح که بودن وی رو میفهمم. نفهمیده فاتحه رو اگر رد کنم بابایم رو بسیار غمگین میکنم. با خدا نمیدونم زورا انشالله آخری کار بد نمی شود. زورا جون عزیزم من خوشبخت شدنی تو رو میخواهم. من میدونم سلین جون، میدونم و دیده ایستاده آخر همه چیز رو برو شده ایستاده است. که اثری نمیشه؟ چی گپ شده است؟ شخصی نامعلوم با من دل بسته است. با خونه با آفیس گل و شکلات ها میفرستوند. البته که علاوه بر این نامه های عاشقانه میفرستوند. حالا چی مینویسد؟ در خوابم شما رو میبینم، لطفاً شما همه رو بینید. یک چیز گویم، از این رقم شفته نمیشود؟ عزیزم از رقم های گوناگون پیامک میفرستوند. در کجا بودن چی کار کردنم رو خوب میدوند. زورا من بسیار میترسم. هیچ گم نی، آروم شو، نترس. خیر کی بوده میتواند؟ در اصل یک از در فکرم هست. تو کی؟ او رو غمگین کرده رنجونده بودم و فکرم او مرا مسخره کرده ایستاده است. در باره کی گپ میزنی؟ باز کی میشه داخل لیدید؟ حالا من با اون شو میدیم. سردارم خداوند بزرگ شما را نگهبان باشن. بعد دیگه نکنین. 2 روز پس کوارتیر میام ایجا میرم. زیغ نشم در یک روز یک نان میخورم. سفسته نگوی. چخل بار براحت باش. سردارم من پیشتر هم گفته بودم با خدا خانه‌تون بسیار زیباست. آرایش رو ینگه حلی کرد. در حقیقت خانه‌تون بسیار زیباست. خدا تابوت تایم خانه ببرن. اوه پرده $100. مرحمت. ممنونم. لیوینت وقتی که محبوبت در برات نیست اینها بیفایده‌اند. سردارم بر سر فرزند آدم هر چی باید بگذارن. ینگه حل شما رو ترک نمیکنن. نخوا که چونین یکی تا با پرتیا بروه. نه این دفعه نختر کرد. او با بابایش مانند است یک راو. سردارم شما در این باره بسیار منفی فکر نکنید. کمی خوب فکر کنید. فکر کنید که زندگیتون بسیار زیبا است، به یگان مشکلی دچار نشده اید. همه چیز از تصورات آدم وابسته است. رفیق سردارم حاضر عادی کرده من به شما میفهمم. چه تمامون؟ بچه چه تمامون؟ انا که چشمکای تنگ تا بپوش. عیناً مانند من چشماتون رو پوشید و تصور کنید. فکر کنید سردارم با خانه آمدن ینگه حله رو فکر کنید سردارم. در تق می شود. شما دویده در رو میکشید و ینگه حله به آغوش گرم شما میدراید. لطفا سردارم فکر کنید که زنگی در صدا میدید. زنگی در است؟ البته که زنگ میشود. شما خوب فکر کردن رو دوام دید. اکنون خیزید خوش بود رفته در رو کشوید. ناز کرده رو نگردید. عشقم خوش آمدی. انا میخوام سردارم خوب فکر کنید. با آغوش گیرید. بیبوسش. اونال تو خوب هستی؟ با خونه برگشتنم رو فکر کردی؟ مگر کارت بانک جزدان همه چیزم رو در خونه گذاشته رفتم. آنها رو گرفته میروم. سردارم من این حال گویا صدا ینگه حله را شنده ایستادم. شما هم میشنوید. انا میخوام فکرهای خوب کردن گیرید. اینجا رو به خونه به زنها تبدیل داده اید. با نزدیکی هم یگان شب نشینی میکنید. چی کاری که خواهید بکنید؟ حتی آن دخترها رو هم دعوت کن. من پروایی ندارم. نه سردارم نه.
این خیل فکرهای بد رو از سرتان دور کنید. فکر کنید که ینگه اهل میگوید که عزیزم من شما را دوست می‌دارم، بعد از این من بیایید عاشق شما هستم. شد لبند اکنون بس است. آخر سردارم شما بازی رو ویران کرده ایستولید. باز رو این خیل کنم اویلتون ویران میشود. ینگه اهل شما در حقیقت به اینجا آمدید سردارم؟ ینگه اهل اینجاست. ما هم حالا با سردارم به خانه آمدن شما رو فکر داشتیم. زنک جان لطفاً. اونال بس است اکنون هیچ چیز رو شنیدن نمیخوام. تمام. ینگه جان با کرنل بسیار ناحقی میکنید. سردارم شما رو بسیار دوست میداره. چه خیلی که من سیلی رو دوست میدارم. بخشش از سر نو میگم ینگه جان سردارم شما رو بسیار دوست میدارم. بس لبند دیگر گپ نزن. مانند خودت آدمان رو چه خیلی مییابی. آفرین به تو. براو. حیاتم لطفاً گوش کن. الکی احتمال فرزنددار شدنمون است. این خوشبختی رو برباد نده. پدر شدن میخواهم. حاله خواهش میکنم. اونال وضعیت رو وزنی نکن. میروم دیگر نمیویم. سردارم غم نخورید. ینگه اهل رویاکی به شما بدی کرده ایستاده است. حالا هم به شما عاشق است. شما فقط فکری خوب کنید تمام. چه خیلی خوب پسرم. مگر ندیدی چی شد؟ سردارم دیدم آخر به کار اومد. زنگی در شد. بعد از اون به اینجا ندار اومد. انا قوای خوب فکر کردم. غیر آمد چی شد؟ مرا ترک رفت. اما سردارم این تنها برای آمدنش بود. برای آمده ایستادنش چشمان رو میپوشیم و دیگر خیلی تصور میکنیم. همش خوب میشود. من به او چی کردم چی کردم آخر؟ ای سردارم میگویم که نگم لیکن میگویم. قطعی همکی زنتان در گیرتان عروسا در طربخانه راستی که به شما نمیزیبه. پسرم با آنها یگان مناسبت ندارم. باور نمیکنی؟ نه من نمیدونم سردارم دیگر تکرار نشود. چون که زنها در باره فرصت دویم بسیارم بیرم شده میتوانند. شور باش بچه. و من فرصت دویم را میدهد لبند؟ البته میدهد سردارم. ینگه اهل شما رو بسیار دوست میدارد و شما بسیار عاشق است. تشکر به تو. بیا چاقت بگیرم. کن اینجا بیا. زنم را بسیار دوست میدارم لبند. به او زندگی کرده نمیتونم. غم نخوره سردارم. اینها همش میگذرن. یک جای اینها رو پای سر میکنیم. سردارم در تلویزیون فیلم شپات یهودا رفته ایستاده است. تماشا میکنیم؟ مایلش بسیار سریال خوب است. آدم را شاد میکنن. مانده نباشد آقای ذوالفقار. رحمت دامولا زیا بله. شما را به صبحانه دعوت دارم. صبحانه؟ بله. مایلش چه خیلی صبحانه بوده از با آخر نمیرسد. ها هیچ کس نیست. روز بخیر. روز بخیر. سمی جون عزیزم من هم به تو گپ داشتم. گپ زن. من به تو باور نمیکنم سمی جون. و از روی این سفسطه زاغ سیاحت از من باید تو بخشش پرسی. زهرا جان چرا حالا به من باور نمیکنی؟ چون که صدای تو به صدای زاغ سیاه مانه نیست. چی خیلی صدایش نیست؟ ای من مالش وقتی که زاغ سیاه رو ببینم من در هیجان میافتم و وقتی او رو دیدن آوازش رو اهمیت نمیدم. اما انیق صداهای شما از هم دیگر فرق میکنه. گوش کن من آن شب نقاب رو برآورده وقتی زاغ سیاه بودنم رو به تو اعتراف کردم ایواز کردن آوازم به سرم نآمد آخر. ایواز کردن آوازت؟ بله من در خارجه این رو آموخته بودم. چی خیلی یعنی صدای گل و دیافراگما چی خیلی استفاده میشوند، فونکسیاهای اینها چیست، همه اینها رو من آموختم. بین پسیکولوژی انسان رو فکر کن. فکر کردم. بله انسان وقتی که در هیجان میافتد و وقتی ترسیدنش چی دونم وقتی یک چیزی رو دیدنش لرزش صدایش همه اینها رو در عموم از جهت علمی آموختم. منه آخر من برای شدت صدای شام رو برآوردن یک روز به شام نزدیک شده قریب محلبم رو میسوزاندم. باش که میسوزاندی. مالش زهرا جان همش رو یک طرف میگذارم. تو
برای صدای مانند نبودن به من باور نمیکنی؟ چی؟ روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر امک جان. روز بخیر. ینگا جان به شما زیبیده است. تشکر عزیزم، با تو هم زیبیده است. روز بخیر بابا جان. روز بخیر جانم. معلوم که ذوقی سیاد تو هستی ها؟ تبریک میکنم سمین. یعنی هیله نغز. سیلین چرا شما با من باور نمیکنید ها؟ ای خدا جون چرا من از خارج آمدم؟ زورو جون با فکرم راست میگویی. این جیدن میگوید که ذوقی سیاه من هستم. ملیس با پدرت گوی که مربای قلفینه رو با من هم درست کند. من هم خوردن میخواهم، به نزد خودش مانده است. از هم زمانوی باشد هم و آنها معقل است، یعنی میخواهند که کسی آنها را اداره کند. نه تولین خودت گیر. امک جون از سمبوسه قفا موندید میگیرید؟ نه حاله جان، من سمبوسه نمیخورم. چرا بسیار بلازتی گرم است؟ پرهیز کردم عزیزم. فاروق چی خیل پرهیز؟ انا میخیل تولین. روز فاتحه هم نزدیک آمده است. این خیل شما را با دستان خودم فاتحه میکنم. بعد از فاتحه هفته دیگرش توی می شود. با داماللازی ها آیله داشتن نبیرم از همه چیزی بهترین حیاتم می باشد. چه سخنهای بزرگ. هله دخترم، تو هم امروز کارهای جدا شریعت را آغاز کن. میبینم بابا جان، امروز حتما میبینم. به طور ناخوام میبینم نگوی هلی. کی از پس این کار میشوی؟ هفته دیگر فاتحه زهرا است. چرا دو جشن نکنیم ها؟ بسیار خوب میشود. با آن ادوکت گپ زن. حتی بعد از صبحانه رفته با آن ادوکت گپ زن. بابا با فکر من این رو اینجا گپ نزنه میلش. میفهمم اون حال رو دوست نمیدارید، اما این فاتحه رو یک طرفه کنیم بعد همش رو حل میکنیم. من دوست نمیدارم. تو دوست میداره همین خیل، یا اینکه به من دروغ میگویی؟ بابا جان شما اونال رو دوست نداشتنتون ممکن است، لیکن اپا هم بسیار اون رو دوست میداره. تو کاردار نشو. تو در حال توی کن. هله تو در حال جدا شو. یگان ناراضی که نمیخوام. تمام. با اجازت شما. این رو بینه. اکنون آرام شدید بابا؟ با کفتی چپ خیستید مگر؟ برای شما شربت تیار کردم عزیزی دیدم. ای بخشیش سردارم. ای بیامان. اینش مربا دین شب کردم. مربای زردالو. دیروز کردی؟ سردارم شما سر کردن گیرید، من برای شما پیتزا تیار میکنم. گرم مکک بیخورید. سردارم مرحمت پیتزا. ینگه حالی هم خیلی تیار نمیکنه. بیسرم این خیلی املت پختن رو از کجا مختی؟ با خدا مخالتان شید سردارم. بسیار بلازد. آخر سردارم از بیزنی مجبور شدیم یاد گرفتیم. پسرم من باشم در پختن املت خود نمایی میکنم که عالی جناب میپزم. بسیار عالی جناب شده است. سردارم زود خونه که تو با کار دیر نمونیم. هم خیلی نیست؟ پسرم سفسده نگوی. من تا اینها رو با آخر نرسانم به هیچ کجا نمیروم. بچه کوری پیشتنی گو کن.
سردارم غم نخورید، همش رو من توضیح میکنم. میبخشی سردارم، من سر برای خسته کوسه و طبق شستم، میونم کن. خیر مایلش عذر میپرسم. 4 با کسوف کردن کالتکیل از جان خیلی پول جمع کردم. با فکرم که برای توی با دبدبه گذاراندن این پول کمی میکنه. برای طرفخانه گوادی گرگان پولی بسیار در کار. به هر حال مظفر خدمت کن. او بسم الله. چیکار میکنی ها؟ بیا کیلاس جان، یه وقت تو رو دیدم از سر و سمگی پویم رو با میزدم. آه شوکت، تو چی اینقدر در خونه میشینی؟ آخر با بیرون برآمده کم تماشا کن، گشت و گذار کرده هوای تازه گیر. من هم که وضعیتم خوبه برادر، چی قمر کار میگیری؟ من تینجم. کیلاس جان کویا بین اینش باز کی باشد؟ خدا تابا. با شما درباره فوتیه صحبت کردنی بودم. البته مرحمت کمه به ترتیب است اینجا بخشش. ینگه جان خوش آمدید. خوش باشید. با اومدنتون ما رو خیلی خرسند کرده ینگه جان. بله خوش آمدید. خوش آمدید. ینگه جان همه خیلی راست میزد، مرحمت چی نداخیر؟ بله زهرا راست نیست. نه مشکلی ندارد، من نشستنی نبودم، راحت باشید. ما همین خیلی با برادرم وقتی تنها موندن برای وقت رو گذراندن کودکی امان رو به یاد آورده از همه بازی دوست داشتمان رو بازی میکنیم، یکدیگر رو میقپیم. بله داشته میگریزیم، یعنی انخترش چی میشود این خیلی؟ وای بازی لباس قپک بسیار بازی شوق‌آور است. ینگه جان بیاید شما هم بازی کنید. چه خیلی بازی؟ بازی لباس قپک. بله من بازی سرکنک رو میدونم و این رو نمیدونم. بازی داشتنک رو نمیدونم. بازی لباس قپک آن رو همه میدوند ینگه جان، بازی مشهور است. شوکت بسیار بازی ها را میدوند. بازی های بسیار است. بله درست میگویید. بخیر باشد. آمین. دامولا دعوت نامه های فوتی همون آمده، شاید شما خویشاوندانه تون رو دعوت میکنید. مرحمت. بله خانم زهرا، در حقیقت بسیار هم خوب فکر کردید. زهرا و زیا، بسم الله الرحمن. در این روز خرسندی زهرا و زیا شما رو بسیار زیبا شده است. وای 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 وای، از اونه که اولین دعوتنامه رو من گرفتم چی گفتم؟ شخصی که اولین دعوتنامه رو میگیرد دعایش قبول میشود. همین خیلی بوده است. زود دعایم رو کنم. خدا قوشه قیرتان کنه. آمین. ای رحمت برادرم شوکت رحمت. خانم زهرا شما بسیار انتظار شدید، بخیر است؟ یکان گپ داشتید؟ نه ندارم. ینگه جان خوبه؟ خوبه. چخور نفس کشید؟ زهرا خوب هستی؟ مایلش حاضر، زود رفته آب بیار. خودت بیار. دیوانه بر این گپ نزن، رفته آب بیار. برادر من خیسته نمیتوانم میگویم. چرا خیسته نمیتوانم؟ شوکت مرا دیوانه نکن، زودتر رفته آب بیار. میتونی آب میگویی؟ آب بخی بیار. آب بیارید. نمره چی؟ خانم زهرا شما آب گفته بودید؟ بله کمی پیشتر وقتی که نفسم گرفت خواستم، اما زحمت نکشید، لازم نیست. شما اینقدر آدمون عجیب هستی. شما هم بسیار هوشیار بودید خانم زهرا. دیدی شوکت گویش رو قپیده با این بهانه ما رو به آشخانه روان کرده، خودش لباس رو میده. آی شما بلای یگه شیطانی. اما مرا هم در این بازی تا این دم هیچ کس مغلوب نکرده. من گفتم که ما در این بازی پروفسیونالیم. شما بازی کرده ایستاده بودید؟ شما ده ینگه ما یک ساعت در باره چی گفتی ایستاده بودیم؟ بسیار خنده ها برای شما. ما تو در کلام نمیکن. ماننده کودک دیگه قدر شیرین کسی. این رو خودم هم میدونم. ایزا کشتیم بکنم. آفرین. خیر میرش من میروم، اجازه دهید. خفه نشوید، از جایم نخستم، یعنی بازی دوام دارد. خیر ینگه جان. خیر البته. روزهای خوش با شما. دیدگی ها سلام گویه ینگه جان. ای برادر گوش کن پسرم. کیلاس جان خف کن.
برای چی با خانم آب نآوردی؟ ای برادرم یا کدادم آخی بفهم مرا خسته نمیتونیستم با چرا خس میگی تو مرا؟ خدایا توبه من که خسته نمیتونم تو چرا نخستی؟ تو چرا خسته نمیتوانی؟ ای دیوانه به عقل من در بالای این نشستم برای نقاب رو اینجا پنهان کردن. تو این رو پنهان کرده باشی من چی رو پنهان دارم؟ ها این جوراب بوده است؟ جوراب بوده است. شوکت تو چقدر آدمی بیفهم هستی؟ خیلی مایلش جوراب من باشد هیچ گپ نه، اما تو جوراب خود رو چه خیلی نقاب فکر میکنید؟ برادر برای من رو جنگ کردن تو یک حیات بهانه میجویی. چی من فال بینم که تو چمدان تو در بالای نقاب بود مونده؟ باید میگفتی ای ترم نکی رنگ کمپیران نوز نکه. در نزد او شرمنده شده. نه شرمنده نشده، مقال شد که گفت که شما شیرینکه. کلاس شیرینک. خانم سلیم офтоби аввали баҳор сумбули убуркунандаи нурҳои аввалини ман дар ҳоле ки ба ту ин қадар наздикам ин қадар дур буданат қалбамро дард медиҳад. балу занад ин қадари бад ҳам не. ملیس جان چه که تو هر سحر مشق ایروبیک کارو میکنی من هم از پس تو مشق میکنم. پدر جان نامی این پلاتیز است. خیر فرقش چی؟ ایروبیک باشد پلاتیز باشد با سلامتی فایده دارد؟ اوه بسیار. کنی گوی من از عهده‌اش میبرایم، یعنی من این شکم رو آب کردن میخواهم. اگر حوضی رو باز کنید در یک دو ماه شکمتان آب میشود. خیر مایلش با من میآموزونی ها؟ مثلا این توپ چی فایده دارد؟ این پلاتیس از همه بهترینش میباشد. حرکاتش خیلی ملیس مشکل است ها؟ نه آهسته میآموزید. من هم به شما میآموزانم. مایلش پدر جان بسیار عالی جناب میشود با پلاتیس. شما بردم بودن میخواهید پدر جان؟ بله. این خیلی باشد. ورزش و پرهیز شرط است. مایلش دخترم این ساعت پرهیز کردم کو. نه این خیلی از پیش خودتون نمیشود. یک بار بر نزد دکتر رفتن لازم، تشخیص خون کردن لازم است. یعنی پیش از پرهیز کردن از دکتر گذرید خیلی خوب میشود پدر جان. برای این مخش سالم موافق است؟ آنقدر مهم نیست. مقدار سن سال یک است پدر. شوخی کردم پدر جان. به نزد دکتر میرویم. مایلش اول من کمی با این پلاتیز مشق میکنم بعد میرویم. پدر جان آخر پرهیز پلاتیز چه خیلی قرار دادید؟ دخترم با خودم گفتم که فروغ اکنون بس است. تو بسیار به احمدی کرده ایستاده با خودت. قرارهای نو دادم از این پس همین خیل میشم. پدر جانی من باز ملیس جان امروز با مرکز سودای اشان میرویم. با تنم یکم لباسی نغز گیرم ها؟ میرویم پدر جان میرویم. بیاید اول ورزش کنیم. مایلش تمام من تیار. بینید اول من با شما نشان میدهم بعد شما اجرا میکنید. انا این خیل تمام. همین خیل انا این خیل با پشت میخوابیم. بعد توپ رو با پایهایتون این خیل میدارید. بعد با دستاناتون میبردارید. چقدر نفس گرفته انا همین عمل رو اجرا میکنید. این رو بین از راستی مشق میکند. تو چه حیله داری فروغ؟ توپ رو ده؟ اجرا میکنیم. توپ رو گرفتم همین خیله؟ نفس گرفته توپ رو میبرداریم. رفتیم شوکت دعوتنامه ها را تقسیم میکنیم. بعد از اون با بیمارخانه روان میگویم. یک گندامولا را خبر گیرم با خدا وجدانم عذاب داده ایستاده است. بیا رفتیم. من کلاس کسی نمیرم. من آدمم. این را بینا جایگاه رو پرتاتا خوابه دیگر از اینجا نمیخیزی. تنبل زود خیز. بیا رفتیم. برادر میمونی یک کتاب خوش رو بخونم یا توبه. تو بیمارخانه پیش او امام خطیب میروی. من چیکار میکنم در بیرون میگردم؟ آخه یگان جا آشناور میبود میرفتم خطیب برای غم نتیجه. پسرم کی تو رو گفت که با بیمارخانه میروی؟ من تو چی ها میگویی ها؟
چی میگم ای برادر نمیفهمی مرا حالا میرم ما عقیب تو میرم با امون مگزین شیرینی ها میرم زن نمیگ مرا میبینه این خیلی گوی تو چیکار میکنی کنی با من فهمون بخیر است چی مسخره میکنی چی خیلی مسخره برادر یک برده از شقبینیم نقبینیم از بالا مشکایت کرد اوی پسر تو آدم برای نشسته چای سمبوست رو بخوری هیچ مشکلی نمیشود کی با تو کار میگیرد ما آدم برای نمی نشستیم میرفتیم زن نمی من وای تو امروز با هر گپ زده ایستاده ای بخیر است این خیلی بیادبی است ما در این باره با تو گپ نزدیم شوکت گپ زده این موضوع رو پوشیدیم یا خدا توبه بس که است دیگر در این باره گپ نمیزنیم برادر موضوع محکم کسی همون مگزین یک بار دیگه میره آقپدر بخدو نمیرم همون طرف دیگه ای شوکت تو چی مقصد داری چی مقصد داری من یگان مقصد ندارم برادر تمام من همین خانه گرم دم میشینم پیش که از کریشه است من هستم خانه چورکنجه مرا کار نگیر برادر بریم اینجا سه کنجه چهار کنجه بسیار کنجه زد نیستم من خدایا توبه آخر ما از قفای چی هستیم تو اینجا چی کار داری آدم نزاب دارم تو باشی راحت هستی شوکت خیز از جایت رفته مجبوری یگان اعتراض داری شوکت بخیر است چرا با من این خیلی مانندی کودکان نگاه میکنی رفته خدای توبه خیلی مایلش من رفته دعوتنامه ها رو تقسیم میکنم تو در مغازه بشین بعد میایم میبینی مرحمت خانم سلیم با شما چی خدمت کنم آدمی بی اور بی ناموس جسارت نکردی که با مقابلم برای حلو باشد و بی آدابی سر کرده ای ها یک دقیقه خانم سلیم یک دقیقه شما کی رو میگی چیکار کرده ای یعنی تو نمیدونی پینهانی به من پیامک گل میفرستونی بشرف خانم سلیم یک دقیقه شما رو از غم داد از پشت توی بی آداب من از سر شبها خوب کردن نمیتوانم مرا راحت گذار راحت خانم سلیم لطفا آرام باشید مرا گوش کن این کار نکن وگرنه میکشمت چرا اون کار نکنم من حالا نمیدونم شما چه گفته ایستاده او رو بینیده میگوید نمیدونم دیوانه میشم دیوانه خانم سلیم لطفا آخر عیب است چی گپ است اینجا چی گپ است چی شد سلیم اکای اونال بیادب کی بیادب است آروم شو فهمون چی شد اکای اونال از پسم کسی هست من میترسم میفهمی یگون کسی شوبه‌ناک است از یگون کس شبهه ندارم اما یک کسی علی هست کیست کنی گوی باز کی میشد انا این احمق بی عقلی بی آدابه آخر که اونال همه وقت به خونم به آفیسم به همه جا گلها میفرستوند آخر دلگیر شدم بینید بینید تلفنم پر از پیامک های مخفی میباشد این باشد گلی فرستاده این احمقی بی آداب است سلین آرام اکای اونم آخر من در حقیقت بسیار میترسم از خونه برآمدن نمیتونم راستو در خوف ماندم از پس این بی آداب مایلش آرام شو سلین اینجا کمی خطاگی شده است لوند هر روز به تو گل فرستاده نمیتواند معاشش به این کفایت نمیکنه اما مردک ما هم ذخیره داریم آخر پسرم سفسده نگوی گوش کن من هم همان پول رو میگیرم این هم دین شب آخر با من بود در خانه من بود سحری باشد یک جای به کار آمدیم پس کی میتواند باشد گلاره این مردک روی کرده است من بزنش باورم نمیاد نباشد اون رئیس مافیا کنعانی دیوانه فرستاده باشد کنعان نه کنعان این کار رو نمیکند به اون کار نمیزیبد اگر کنعان کرده باشد آشکار رو میکند گوش کن سلی جان کسی با تو یا شوخی دارد یا یگان کس مخفیانه تو رو دوست میدارد یعنی یگان به آدابی نیست لطفا آرام شو لیکن اکای اونال مالش عزیزم من جستجو کرده تلفنات رو سنجش میکنم از این بعد اگر به تو گل آید لطفا سراغ گل دهنده رو گرفته با ما گوی تا که جستجو کنی اجازت میدین 6 تا کارم رو کنم مایلش اکای اونال محترم جماعت 2 دقیقه انتظار شوید مرحمت میدونید آخر این هفته فاتحه داریم همه اتون رو انتظارم اگر بیایید شاد میشویم مرا خرسند میسازید مرحمت خدا خوشبخت گردانه دوملا خدا توی تا بخیریم تشکر خدا خوشبختی نصیبتون گردانه مبارک شود آمین خفه نشوید با همه دعوتنامه داده نتوانستم لیکن همه اتون رو انتظار میشوم برادرها اکنون
همه کسا کیسه ها را خالی کنه از نام جماعت مسجد با دامولا را یک ساله و جامعه نو میخریم. بله این کار رو میکنیم، البته میکنیم. استاد یک سوال داشتم. بپرس هجری. استاد در کدام دیوار تیمم کردن جایز نیست؟ تیمم؟ بله تیمم استاد. حاضر هجری، تیمم چیست؟ میدونی این رو؟ نه آخر اگر ندونی به من نگاه کن فهمانم. من میدونم استاد. کنی فهمان؟ تیمم رو استاد. بله استاد تیمم در وقت آب نبودن با خاک طهارت کردن است. این خیل حاضر. استاد دو دستمان را با خاک دیوار میمالیم، بعد در روی دستمان کمتری خاک را گرفته زیادتیش را از دستمان با آنجا میپرتایم استاد. بله. بعد با دو دستمان از قسم پیشانیمان سر کرده این خیل استاد بر رویمان میمالیم، بعد باز دستانمان را با خاک رسانیده باز بعد از همین کار را کردن استاد با دستی چپمان دستی راستمان را بالایش را بعد تگش را بعد باشد با دستی راستمان استاد بالا و تگ دستی چپمان را مالیده طهارتمان را با آخر میرسانیم استاد. آفرین هجری، بسیار خوب فهمانده. خیر بغیر دیوار مسجد دیگر دیوار نمیشود استاد؟ یعنی این در دیوار رنگش روغنی یا تیرزه تیمم نمیشود از همین سبب استاد. آفرین هجری. سوال رو بپرس. چی سوال بود؟ استاد در کدام دیوار تیمم کردن نمیشود این رو پرسیدم. بله هجری، حالا که در دیواری رنگش روغنی و تیرزه تیمم نمی شود، دیوارهایی که از خاک نیستند در اونها هم تیمم کردن نمی شود. فهمو؟ فهمیدم استاد. آفرین هجری. خدا از شما راضی باشد استاد. رحمت دارم، از تو هم راضی باشد. خیر استاد جانی من. چه لوین من در حقیقت تمام خانم سلین یگان گپ گفتنتون لازم نیست. مرا بیهوده گفته بودید. این نمی گفتون گند مرا سخت رسیده بود. خانم سلین چی قوایما میکنید؟ گل کیم میاره و شکر کیم میخوره. اکا اونر شناس میگفته هر روز آمده شکایت میکنید. این کار از روی آداب نیست. من با تو گل نفرستادم، اما خیلی که سردارم گفت از روی بیپولی نه. گل را زدی در سرم، دلک مکردی گرم. السلام دامولا، خوش آمدید. السلام خانم مبارو، دعوتنامه ها را آوردم. مرحمت. برای ما رو هم با فاتحتون دعوت کردن تشکر میگویم. آخر شما را دعوت نکنم دیگر کی رو دعوت میکنم؟ این خیلی نگوید خانم. خیر مایش. شوکت چی حال داری؟ حالی سنگ دارم برادر. دامولو عروس فریاد داره. دامولو لبه خانم. دامولو برای دعوتتان تشکر زیاد. از من نرنجید، من رفته نمیتوانم. با خدا که خفه نشوم. این خیلی نکنید. مگر این خیلی ممکن است؟ البته میوید. میتونم توی میگذره. خانم به طول آمد؟ حالا نامده است دامولو. دعوتنامه‌اش رو میدادم و مگر این خیلی میشود شما با من دهید، من با اون میرسانم دامولو. نه رو یک واخوردن میخواستم. روزی گذشته نمیوایم گفته بود. شاید فکرش رو عوض کرده باشه. میلش دامولو. خیر میلش. شوکت تا بازدید. میل برادر. دامولا زیا برای ما دعوتنامه نیست مگر ما از این محله نیستیم. سیوال جان، برای تو دعوتنامه های بهترینش را میکنم. همش مانند روزی اول میشود. کرته سفید چه فکر داری ها؟ نمیک زود از اینجا را، زودتر. نباشد قسم میخورم این زوالا گیرک را در سرت میده میکنم. آخر من چی گفتم؟ از برای خدا من چی گفتم؟ آخر تمام آرزوهای دختران جوان رو گفتم برای تو. دعوتنامه، کرته سفید، آرزوهای دختری جوان رو گفتم. آخر از روی تو همه آرزوهای جوانیم برباد شدن. رو نباشد این زوالا گیرک را در سرت میده میکنم. رو میلش آرام شو عزیزم، عصبی نشو میلش. آن رو بجوش بذار عزیزم. بعد از این خیلی که میخوای همون خیل میشود، همش خواستی تو میشود. علاوه بر این کاشانت را قواخی نکن عزیزم.
با تو خنده میزبد. بله بله من روان باید میرم. دفشا گفتم. بخشش یک پیاله چای می آورده. همش خوب شده است. خدا از شما راضی باشد خانم دختر. دیدی هیچ چیز نبوده است. بعد از این دیگر از خفای من نبرو، چون که بیمار میشوی. در خانه بسیار غوغا میکنند. اگر به خواهرش ضرر رسد طاقت نمیکند. ماشاءالله چه خوب. در اول بسیار فکر کردم که دو کودک را تنها چه خیلی نگاه و بین میکنم، اما بعد دیدم که اگر خواهرش را صاحبی میکند او را دایی محافظت میکند. من هم همین خیلی گکه داشتم. خفه نشوید. علمهایتان را به یادتان آوردم. خدا صبر دهد. در آن دنیا با میخورید انشالله. نه شما مرا خطا فهمیدید. اکای من زنده است، اما ما مدتی دراز شد که یکدیگر را ندیده ایم. انشالله به دیدار یکدیگر میرسید. انشالله. خیر میلش هفته دیگر برای تشخیص بیایید. میلش یعنی همش خوب است و یک بار دیگر بینیم. کنی بیا جانکم. بیایید عزیزه کنم. از اینجا تو هم گیری. خدا شفای کامل دهد. تشکر. روز خوش. بر شما هم. اکنون در کجایی باشد بیایید. التماس بیایید. بسیار نزدیکم خواهرکم، اما اومدن نمیتوانم. از روی من به تو ضرر نیارن افته میترسم. سلام خانم بتول. سلام. روز یکشنبه فاتحه دارم. اگر آماده توانید خرسند میشویم. من پیشتر به شما ناآمدنم رو گفته بودم. به فکرم بسیار زحمت کشیدید. برای دعوتنامه تشکر. یک بار دیگر خواهش میکنم انا دعوتنامه. نمیفهمم چرا مجبور کرده ایستاده؟ مگر من مجبور کرده ایستادم؟ شما چیکار کرده ایستاده اید؟ یعنی من به شما گفتم که نمی آیم، شما دعوتنامه رو گرفته به بیمارخانه آوردید. برای چی؟ خانم بتول، تنها در این روز خرسندی امان با ما باشد خوب می شود. گفتم زهرا هم شما را بیند خرسند می شود، اما با فکرم ناراحت کردم. خفه نشوید. خواهری عزیزم، میدونم در دلت رحم داری، با این طاقت نمی کنی. خدا حافظ. دوموازیو لبای خانم. مایلش من برای اومدن کوشش میکنم، لیکن به شما وعده نمیدهم. خدا به مقصدت رسید. خوشبختی خانم. تشکر زیاد خانم بتول. میدونستم که راضی میشوید. بیاید خرسند میشوید. سمیچ خیزاقی سیاه شده بتواندن. سلام. سلام. خوش آمدی. خوش باشی عزیزم. سلین جان بخیر است؟ در رویت رنگ نیست؟ شخص احمقی که گول و پیامک رو فرستاده است لیوین نبوده است. نفهمیده او را گناهکار کرده رنجاندم. خیر کی بود است؟ اف نمیدونم. لیوین می بود خوب میشد. زهرا جان سفسطه نگوی، بیا این هم عصبهایم ویران است. همه چیز رو برعکس فهمیدن ممکن است، اما کی بودن لیوین رو میدونی و میشناسی. از آن بترس که از قفایت احمقی باشد و او را نمیدونی نمیشناسی. درست میگویی. زهرا جان امروز پگاه فاتحه داری، چرا حالا هم این خیل میگردی؟ چون که بسیار غمگین شدم سلین جان. بسیار غمگین شدم. از یک طرف زیو، از طرف دیگر زاغی سیو. زهرا جان درباره من گپ زده ایستاده ای؟ نه عزیزم، درباره زاغی سیاه گپ میزند. دخترها برای باور کردنتون باز چی کنم؟
خانم سلین. لبای این دستگل برای شماست. تشکر. میدونم شما به من بسیار توجه کردید. به نزدیکی با میخوریم. اون وقت چشمونمون به یک دیگر بر میخورن. کیستی نخمخ کیست؟ دیوانه میشوم. عصبیم کرد. زورو جان بین. به یزده اونا گپ زدیم در باره که این کی باشد. یعنی او گفت که تنانی دیوانه بودن نمیتواند. بغیر از او کی میتواند این کارو کند؟ آخر من نمیفهمم. عزیزم آروم شو لطفاً. سمی جان، تو در حقیقت میخواهی که زاغ سیاه بودنت را باور کنم؟ البته. پس این برای تو فرصت است. زاغ سیاه آدمانی بد را دستگیر میکرد. کسی که سیلین را ناراحت میکند برای ما یاب. ما باشیم به زاغ سیاه بودن تو باور میکنیم. اون دیوانه رو؟ بله بله. شیرینه کمال خون سپوریده زود می آیم. مایلش پدر جان. چی شده ایستاده است؟ باز این لباس ها رو نشناسد. این لباس ها رو در یک آنجا پنهان کردن لازم. السلام علیکم دامولا. خدا شفا دهد. خانم همشیره، دامولا را بسیار خوب نگاه کنید. او آدم بزرگ است. خدا شفا دهد. آی برادر، تو همانی؟ بله دامولا منم. تو اینجا چیکار میکنی؟ این چه خیلی گپ دامولا؟ برای احوال پرسی کردن آمدم. خوب هستید؟ تشکر. خوبم. با خدا که دامولا از همون روز وجدانم عذاب داده ایستاده است. یگان احتیاج برآمد لطفاً به من خبر دهید. نه برادر نه. و هیچ احتیاج ندارم. دیدی که خوبم. اکنون میتوانی روی. زیارت بیماران کوتاه میشود. زود اکنون برم. بیمار هستی؟ گوش کن برادر، تو از من چی میخواهی؟ بیمار نیستم. نه دامولا، شما کمی پیش شما زیارت بیمار گفتید. من بیمار فکر کردم وگرنه شما را ماشین زده بود. ماشین هم نه، ماشین جنازه. مگر این خیلی چیز ممکن است؟ حتی ماشین جنازه نه، از یک نگاه ماشین جنازه رو شما زدید. یعنی این واقعه در دنیا هیچ رخ نداده است دامولا. بسیار بدبخت بودید. بدبختی من در دیدن تو هست. بدبختی من تنها تو هستی برادر. کاش که سراغ را از یگان کسی دیگر میپرسیدم. این خیلی نگوید دامولا. مهمش سلامتی شماست دامولا. یعنی سراغ را از من پرسیدید نپرسیدید فرق ندارد، اما شما خوب باشین که صحت سلامت باشید. تشکر برادر، تشکر. من خوبم. اکنون رفتم میتوانی. در حال رفت. خوب هستید دامولا؟ ای برادر، تو دیگر کار نداری؟ رو. نه دامولا، دیگر کار ندارم. یعنی اگر خواهید تا برآمدن شما در مسجد به جای شما نمازها را میخوانم دامولا. یا خدای توبه، تو امام هستی؟ نه نیستم. ای امام نباشی به جای من در مسجد نماز خواندن نمیتوانی؟ برازیگی خدا، زود رو. من باید استراحت کنم. دامولا آرام باشید. شما صحت و سلامت باشید کفایه است. خوب هستید دامولا؟ من خوبم. اکنون زود رو. خوب هستید دامولا؟ رو. من خوبم از برای شما. دامولا اگر یکان چیز در کار شود شر نداره. ای شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید. اوف، دامولای ساخته بودن اینقدر هم مشکل بوده است. دامولای ساخته؟ در محله مخاطب نو تعیین شده است. از پدرم خواهش کردند که خانه در باغ بوده را به او دهند.
نه آخر دومولوزیا دومولوی ساخته؟ پس دومولوی حقیقی در اینجا خوب است؟ چی خیل؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. ملیس؟ پدر جان؟ با تو چی شده است دخترم؟ رنگ رویت پریده است؟ نه خوبم پدر جان، برعکس رنگ روی شما پریده است. رنگ روی من از سوزندارو این خیل شد دخترم. ترسیدید؟ بله ترسیدم. چی شده است؟ جواب این تشخیص ها رو گیریم. میرویم دخترم. رفتیم. مایلش پدر جان. وقتی داملازیا بلندی کرده است شوندی اکای کنعان دامادی قصر آقای اکرم شده است. دیل بیا و کن خور گفتن. ای احمق، مانند داملازیا با یک شخص محترم این حالت مگر زیبنده نیست؟ زیبنده است اکا، زیبنده. آفرین به هر دویتان. لیکن این گفت که نمیزیبه. اکا دروغ میگوید. ای پسر، من به هر دویتان آفرین گفتم. به هر دویتان جواب به خودتان زیبنده را دادید. آفرین. همین خیلی پسر؟ البته فهمیدم اکا. اکای نمیفهمد. یک آدمی بفهم است. چی گفتی سوده ها؟ خاموش شوید. اینو آن را گذارید و برای فاتحه داملازیا این خیلی یک کاری عالی جناب کردن نمان لازم است. این را فکر کنید. اکا جون او فکر کردن نمیتوان. زوالا گیرکی سوال رو گرفته در سر این مایده کنم. نه افت این رو بین زوالا گیرک حیف می شود. نامک لبا اکا دمت رو گیر. خاموش شدم اکا. داملازیا از داماد بودنش خرسند می شود پسرم. البته که خرسند می شود اکا. بین این آدم خودش رو چخیل با اونجا در آورد. آدم؟ بله. و این چی خیل گپ زنی ها؟ آخر تو چی خیل حیوان هستی؟ آدم مادم کم ترکک اسلوبت را درست کن. تایلاق نسبت داملا کمی احترام کن. رویده داملازیا را تنها دیدم، لیکن این آقای اکرم را ناراحت میکند. او را تنها نباید گذارم. از جهت مادی و معنوی در برش بودنم لازم است. از طرفی داملا هستم من. از این رو باید یگان کار کنم. دکتر معلوم شد که نتیجه های تشخیصم برآمدن ها؟ من هم میدانم که عمر زیادم نمانده است. اقلا میخواهم بفهمم که برای آیله دار شدن این نبیرم را دیدن وقت دارم یا نه. لطفا دکتر به من گویید آیله دار شدن این نبیرم را دیده میتوانسته باشم؟ لوین با کجا؟ سردارم اکنون میروم. با من درک شدید مهمانی کردید. خدا راضی باشد. چه خیلی که میگم مهمان 2 روز مهمان است. خیر در کجا میستی؟ میابم یگان جای چهارم را میبینم سردارم. لباسم را پگاه میگیرم. بیا پشت راست حرف زدن نگوی. با خانه ما میرویم. رفتیم. بیا رفتیم. اوه برای زاغی سیاه چای سیب سیاه دم کردم. اوپا این قبول ازت شده است بخدا. با چی هفتی خونکت تروش کده؟ یه چیزی نشاکر. من طاقت کردن نمیتوانم برادر. او را این خیل غمگین میبینم دلم آب میشود. میفهمی شاکر؟ مگر غمگین نمیشه برادر؟ او خواهری توست. صبر کو برادر. خیرت که من خواهر ندارم. نه شاکر نه. اکنون از روی من شده غمگین شدنش را نمیخواهم. برویش میبرویم. خواهرم من اکای تو هستم و آغوش میگیرم. رو بس است برادر. چیزی شود. یعنی غمگین شدن خواهرت را نمیخوای؟ میدونم. حالا تو در چه حالتی؟ این را هم من میدونم برادر. وقتی حقیقت را گفتن یکی بسیارتر غمگین شود، یکی قهر کند. آن وقت چه میکنی؟ بیتون رو دیدیم دختری آشکارا است. به فکر من
او غمگین میشود. چیزی شود از روی من غمگین شدگی کردنش رو نمیخواهم. من برای یک قطره اشک چشم او عمرم رو میبخشم. ای برادر این خیل نگو. چی خیل عمر چی خیل مردم. و تو موری من چی کار میکنم برادر؟ فکری من رو نمیکنی تو؟ ابا شایگو ملائکه درگذر امید نکنه بمبری. پگه بگه در رستوران فاتحه داری، هفته دیگهش باز توی است. خدایا کلاس را هدایت کن. شام بخیر با همه تونشتیایتون. اوه امک جان. زهرا جان شام بخیر. شام بخیر. فاروق تو ایمیجات رو دیگر کردی؟ ها همین خیل گفتم کمی تغییرات شود. یعنی این بسالت موافق است؟ در این سین و سال این چه حال است؟ هیچ معقولم نشد. بخدا با من معقول شد. ستیلم رو نو یافتم تولین. چنونه که میگویند با ذوق و رغبت بحث نمیکنند. با میلیس هم معقول شد. بسیار زیبا. از این پس نمیخیل شوید پدر جان. آه دختر جانی من. لباس های پوشیده هر نبست؟ ها بعد از به مرخونه رفته خرید کردیم. کم ترک جوانی پدرم رو نو کردیم. ها تولین اگر سالهای پیش می بود به نبودن تو یک کتا رو انتخاب کرده گرفته نمیتوانستم. وای وای چه اینقدر زود گذشت. وقت زود جریان دارد عزیزم، تیز میگذرد. امروز با پدرم یک روزی اولی جنوب گذراندیم. اولی جنوب گوش کن یک چیز گویم، ما این رو در یک هفته یک بار کنیم. ها روزیم با جان و دل پدر جانی بهترینی من. دخترم بین اگر از روی شکمم بهترین گویی با خبر باش که این شکمم رو در مدتی کوتاه‌ترین آب میکنم. زهرا دام و لاز در کجاست؟ در مسجد بابا جان. فهمو نامی پدر مادرم رو به دهانت نگیر. من به شما یک چیز رو میگویم. دامولوی ساخته بودن شبهای آینده‌ات رو میدونی زهرا یا نمیدونی؟ ملیس تو چه گفتنی بودی؟ اگر میدونستگیم رو گویم دامولو و زهرا یک جا نمیشوند. زهرا با سمی یک جا میشوند. فرصت رو من به دستان خودم با آنها میدهم. چی؟ وای چیزی مهم نبود. گفتنی بودم که پدرم امروز از سوزندار رو ترسیدم. ملیس کودکی کلو. امک جان درست است. در سر چی هست لیمه؟ سلامتی گروی تازگیز. برای که میسترم نفتد در سرم ریمال انداختم. عزیزم با من میزی بدیانه. پیسرم تو چی هنرها داشته لیکن اوف چی خیلی بوی لذیذ دارد. اوف چی به دستم میزنی؟ بچه عیب است آخی سراسیمه نشو. چی شد؟ یعنی یک سردار کلانی دو از قاعده آشخانه بیخبرید. حالا هم مانند کودک آمده بعد قاشق میاندازید. این از او آداب نیست. اکنون سبب خانه رو ترک کردن ینگه هلا رو فهمیدم. تو هم از او هیچ کمی نداری. یگان ناراضگی نمیخوام. خودی حاضر رفته به هم دستاتون رو شوید. من باشم دسترخوان رو میپارکم. زود مش فراموش نکنم در وقت خوراک رومالات رو اثرت گیر. میبینی از این پس هر فرمانی که میشه اجرا میکنید. من برای شما ینگه هلی نیستم. فهمیده؟ بابا جان
لبی؟ یک چیز پرسم؟ کنی بپرس؟ میدونم امروز دخترتون اومد. چی گفت؟ یگان خبر بد یا خوش گفت؟ به تو یک خبری خوش دارم. تو را فاتحه میکنیم. بابا دکتر چی گفت؟ فاتحه رو اگر رد کنم بابایم رو بسیار غمگین میکنم. چی خیلی که میدانی یگان چیز ایوز نشده است. گپهای همه وقت میگفته گشا گفت. خواطر نشو تا توی تو رو نبینم. از اینجا به آنجا نمیروم. صدقه انگشتانتون شوم. لطفاً این خیر گپ نگویید. مرا غمگین نکنید. توی را باشد بعد از فاتحه زود برپا کنیم تا من برمان نمانم. این خیر نگویید. زهرا جان من بسیار خرسندم. تو هم خودت را غمگین نکن. اگر تو غمگین شوی من هم غمگین میشوم. میلش حالا باشد راست به جای خواب رفته خوب خواب میروی. میبوسم. جانکم عزیزم. بابا جانک. سردارم من به شما توصیه نمیدیم. از دو سر به من نمیارزد. اما میگویم که با ینگه علی یک بار دیگر گپ زنید. اینقدر آسان نیست لوینت. بابایش مانند جین به من چسبیده است. یعنی زود از این کار دست میکشه سردارم؟ ای دست کشیدن نه. آخر من به حال چی میگویم؟ آشکارا درباره اون رسم دروغگو برآمدم. از به اون مقابل برآمدن شرم میدارم. وای کلته کلاس، وای بیشرف. کلته کلاس شده زندگیم را ویران کرده بس نبود. با زاغی سیاه شده حیاتم را برباد میدی احمق. من تو را نابود میکنم. میفهمی؟ نابود همش را از بینیت میبرارم. مردک از پشت کلتکلس دسترخوان جزیر کردی. کلتکلس به این دسترخوان چی داخل داره؟ چی میگویی پسرم؟ چی میگویی؟ میگویم که الکی این کلتکلس مخلوق ضرررسان است. من هم قبول دارم. این را گفتن خواستم. سردارم گوش کنید. کمی پیشتر در یک موضوع گپ زدیم که یعنی که شما با ینگه علی چی گفتنتون رو نمیدونید. در اصل مشکل همین است که شما چی گفتنتون رو نمیدونید سردارم. با او چقدر دوست داشتنتون رو بگویید سردارم. با چشمانش نگاه کرده و با او گوید که علی جان من از شما دور شدن نمیتوانم. بعد با او بگوید که علی جان خانم به تو رنگ گور تاریک است. سردارم زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. دلارام بود زنی نیکخواه ولی از زنی بد خدایا پناه. چه خیل سردارم؟ این آدم کجا شد؟ سردارم بابایم بیمار است. من در فکر زاغ سیاهم. او با دملازی و اویل دار شدنم را زیاد میخواهد. انتظار است. زورا جان چند بار به تو گفتم که عقلت رو به سر گیر. خوب که موضوع زاغ سیاه رو نشونیده است. اگر میشونی چی میشوده؟ خدا نشان ندهد دلش میکفد. بعد من چیکار میکنم سلینا؟ چیکار میکنی زورا جان؟ با داملازی اویل دار میشوی؟ بعضا میگویم که کاش که به این اویل داری ساخته دست نمیزدم. اما بابایم داملازی را بسیار دوست میدارد. بگذار. خوب شد که دست دادم. خرسندی بابایم از همه چیز برای من بالاتر است. چی شد؟ باسم از همان دیوانه پیامک است. بله چی میگوید؟ در دهانت خونم چکد از من گریختن نمیتوانی. من دویمو در نزدیکیت هستم. میگوید درایید.
بیایید بابا جان. تو را اون حال نمیفهمد. چخیل تو درد زیاد داری. غم تو را من میدانم دخترم. بسیار غمگینم بابا، بسیار غمگین هستم. با تو دروغ گفته نمیتوانم. از آن آدم عمیق جدا شدنت را میخواهم. برای بهبودی تو حله. به من باور کن، از این راه برگردی برایت فایده دارد. از اونی که یک عمر غمگین شوی، یک بار غمگین میشوی، اون هم در میگذرد. میدونم بابا جان، همه این رو میدونم، اما من اونال رو بسیار دوست میدارم. با دلم گپ گذرانده نمیتوانم. آخر با صدای بلند فریاد میزند، خاموش کرده نمیتوانمش. با گذشتی وقت خاموش میشود. اگر اونال رود، گویا که قلبم مانند من یتیم و بی‌پرستار میماند. انا اون وقت دلم خاموش میشود. آخر تو یتیم و بی‌پرستار نماندی. آخر به زهرای تو هم مادر هم پدر شدن کوشش کردم به مقداری توانم. بله، از عهده‌اش بسیار خوب برآمده. ما را خوب پرستاری کرده. در وقت خود بودنم از برای بعضی نافهمی و با وجرم در آمده میگریستم. بعد شما می آمدید برای غمگین نشدنم آرام خواب رفتنی من حکایه نقل میکردید. بله، کنی درو علی خیل کنی سرت را به کتف من گذار. مثل پیشتره در یک مملکتی یک دختر زیبای و دلش صاف بوده است. علاوه بر این او یک شوهر بیکار خوجه‌ای داشته است. ای بابا. بله بله، خوشرو هم بوده است. میلش به فکرم همه ما چقدر کلان شویم به یک کسی دیگر احتیاج داریم. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در زمانهای خیلی قدیم بابا جان، من میدونم که این کارها رو برای خوشبختی برای من میکنید، اما من با اون حال جدا شده نمیتوانم. اون رو بسیار دوست میدارم. کمی عقلش به سرش زند گفته نخیل میکنم. حالا میبینید اون حال هم به راه میدارد. بسیار آدمی خوب میشود. لطفا از من نرنجید. اون رو بسیار دوست میدارم. خوابی تو هم نبرده استاده است. ای نه احمق عصبم رو ویران کرد. از سرم دور نمی شود. زهرو باز قتل نباشده. آی این خیل نگو، خدا نشان ندهد. این خیل فکری بد نکن. آخر از چی دونم؟ آخر زهرو یک فیلم تماشا کرده بودم، عیناً همین خیل بود. دختر دوست داشته مخفی داشت، با او گل و شکلات ها میفرستاند.
بعد میدونی چی شد؟ بعد دوست داشته مخفیش به خونه دختر اومده او رو پاره پاره کرده ریزه کرد. چی شد؟ هاواست. ببین چی نوشته است. به نزدی من بیا جانکم زود از حجره بگونت برو. زورا اینجا بودنی من رو میدوند. سلیم آرام شوی. زورا عجبا من رو دیده ایستاده است. سلیم چرا میترسی آخر؟ چرا خود به خود خیال ها میبافی ها؟ چی شد؟ زورا در پایان کی باشد؟ سلیم جان در پایان کی بوده میتواند؟ زورا جان در پایان کسی هست به خانه در اومده ایستاده است. گوش کن نترس، اینجا بی خطر است، هیچ کس در اومده نمیتواند. تو چی در باره بی خطری گپ زده ایستاده است؟ من میگم که در پایان کسی هست به خانه در اومده ایستاده است. تا چی است؟ با خدا قسم میخورم که در پایان کسی هست. مالش آرام باش. بیا یک چیز پوشیم. تمام بیا آرام شو رفتیم. بیا آرام پوشیم. بیا تمام آرام رفتیم. آرام هیچ چیز نیست. تمام رفتیم. رفتیم. سمی برخیز. سمی از جوی چی گپ است؟ سمی در خونه کسی هست. کی است؟ چی شده؟ محبوبی من. تو زاغی سیاه هستی کو. برخیز رفتیم. کی من؟ بیا تو خودت رو نشون ده. او رو دستگیر کن. روز من زاغی سیاه رفتیم. زودتر خواهش میکنم. مالش او رو دستگیر میکنم. زودتر باش. تمام مقام نبرداره. کمی آرام شوید. خیر حالا این خیلی میکنم. اگر من زاغی سیاه باشم نقابم رو باشم، یعنی او شاید شکلی مرا دیده است. مرا دیدن وقت شاید میگریزد. البته میگریزد. رفتیم. زودتر یکی نگریزد. این که نمیشود آخر نمیشود. یک ثانیه نقابم رو گیرم. کمتر آرام شوید. حاضر تمام. خواهیم نقاب را یافتیم. میپوشم. با فکر من این رو دیده تلخه قف شده میگریزد. یک ثانیه ایستا. با این حال میکنم. شما مقال نبردارید یک طرف استید. حاضر منه. خدای من. حاله سمر جانم، عشقم، به خانه پنهانی در آمدم. از تو خواهش میکنم از جدا شدن دست کش. حاله بیدار بودنت را میدانم. از کمتر صدا بیدار میشوی. کنی با من گپ زن عشقم. تو را آغوش کرده میتوانم. تو را بسیار یاد کردم. بویت را یاد کردم. بویت را عوض کرده. همسرم، عزیزکم. دخترها از پس من.
کجا شد؟ چی شد؟ کسی به خودت در آمده؟ چرا؟ کدوم اخمخی؟ چرا؟ کی بود؟ نمیدونم. ولی به عقل در آخر فهمیدی شکر آن احمق را دستگیر کند. ایستا نگره با کجا میرسی نوبکار تو را من دستگیر نکنم آخر. ایستا با تو میگم ایستا. یا خدایا در بیرون چی گپ باشد؟ ای آن احمق را از دست ندیه دستگیرش کنه. شوکت تو هنوز هم خوبی همه این با کار می آید. ایستا من تو دستگیر میکنم آخر. متهم به دست افتاده. او کیست که خودش را زاوی سیاه کرده است؟ دلیل این ابله را من دستگیر کردم. بس اکای اونال عذر زیاد میپرسن خفه نشوید. مهم نیست امیر. مادر اینجا چه گپ شد؟ ای میلیس شیرینکم تو اینقدر سخت خوب میکردی یعنی اگر بمب هم کفت نمیشنوی. آخر من تنها با دیدنی همسرم برای با او گپ زدن آمدم. برای همین به خانم مانند دوست در آمدی؟ باز شر نداشته در وقت خواب مرا آغوش گرفتی. من تنها همسرم را آغوش گرفته نبودم. من از کجا دانم که شما را آغوش کردم؟ میدونستم مگر آغوش میکردم؟ چیزی که گویی همش بیفایده است. حاله به نزد دو دیگر بر نمیگردد، جدا میشود. چرا تو نقاب داشتی؟ میدونید وای برای محبوبی سینین رو ترساندن. من همین نقاب رو پوشیدم و تو محبوب داری؟ دارم. فاروق تبریک میکنم بسیار دلیر بوده یعنی در دست گلدان. وقتی که از پس اون احمق دویدنت رو دیدم افتخار کردم. یگان جای واهیمش نیست عزیزم. من تنها با اجازت ندادم که گریزد. بله رحمت گفته یعنی احمق گفته. خفه نشو سمی جان لطفا. ای چی در حولی ما افتیدیم کو من گویا کسی رو دیدم. یعنی خیال نبود در حقیقت کسی رو دیدم. احمقی مرو. نه احمقی تو رو نه. چی کاتاکیلاس رو. چی گفتی کی رو؟ هیچ چیز نیست حیاتم. بس هست. وای این طور بگو سمی نقاب زاغ سیاه رو بر سرش کشیده. با این واسطه انگجانمون رو از خود کردنی است ها؟ کریسه سوپر زور کریسه بالا. من وای رو یک بار داشته میزنم که عقلش رو گم میکنه. یک کوینی معبدیوم ما گفتم که تیال اجازت ما دهن و بینی سمیر زده حوار میکنه. انا رو کنه بینه دهان و بینیش رو چخیل میشکنه. اون نال در آنجاست. کدوم اونا؟ چند نال هست؟ یک تو کیستو؟ توی اپایزانو. آفرین برادر. ای خیر کنی رم. او در اینجا چیکار میکنه؟ ای از در بر اومدم با وای رو شدم و شخ شدم موندم. چی شدی؟ شخ شدم. اکنون چیکار میکنه؟ بالا نمیدونم شوکت چیکار میکنیم نمیدونم. این رو البته شیشته خوب فکر میکنیم. بی‌شرف. دکه کانون تو با این یانگان بسیار چسبیدی. بین اگر به خوبی نشود از بین برداریمش.
نمک لبا اکا بدون من حاضر تو رو چی کار میکنم؟ چرا اکا؟ ای بچه تو چرا اینقدر بفهم هستی؟ تو چرا اینقدر به عقلی؟ این عشق است، عشق. این کار با مجبوری نمی شود. تو این خیل کارها رو آموز. آخر اکا این رو من برای خوبی تو گفتم این خیل نکن اکا. اکا از امنیت خبر اومد کالتاکلس یک خواهر داشته است. چی؟ خواهرش؟ ای بچه مگر او بکش و بینوا نبود؟ نبوده است اکا. پلیس او رو یافته است. کی بود از وای؟ سراغش؟ حالا در این باره معلومات نداریم. همین که معلومات یافتن در حال با ما خبر میدیم. شما هم بیکار نیستید. زودتر از پی کار شوید. خوب جستجو کنید. آن زن را زود پیدا کنید. خوب شده است اکا رفتیم. های کالتاکلس، های کالتاکلس، اکنون به دستم افتیدی. خودت به نزدم میایی با پایهای خود تازان تازان. اگر نهایی تو را از مرده بدتر میکنم. زهرا این دو ملوزیا چقدر شخصی عجیب است ها؟ کجایش عجیب است؟ یعنی چی دونم؟ با دو ملای حقیقی مانندیست. این خیل رقص و بازی کردن، دانستنی نمودی پای افضال و کرته های مشهوری دنیا با تو عجیب نمی نماید. چی گفتن میخواهی؟ یعنی عجیب و خیر. به خدا برای من ملیس جان این عادی می نماید. مگر دامولاها رقص خوب کردن نمی توانند یا اینکه به این حق ندارند؟ او یکتای من است، زیاد جانی من. حالا با اجازت تو من باید برای فاتحه هم تیاری بینم. تا بازدید. زهرا دامولای ساخته بودن این شخص را میدوند یا نمیدوند؟ نفهمیدم. یا این دختر این را میدوند یا اینکه دامولازیو ساخته نیست. سرم گرم شد. یک راهی فهمیدن است. با او یگان سوال دینی میدیم. از اینترنت میبینم. های دوستم، این دامولازیا هست، مانند اولیا هست. یک شخصی بسیار مبارک است. این یک کفر صف کند تمامی بختت کشاده می شود. کالتاکلسی بیکس و بینوا فکر میکردمش. خواهر داشته است. حالا باشد که بودنی خواهر کالتاکلس را فهمیدن لازم. میگویم که یک باری دیگر دامولا مرا کفر صف کند. میخواهم که بودنی خواهرش را فهمم. ها؟ چی گفتی آرس؟ همین خیلی پسر؟ بله اکا. نمک اینها رو چرا با تو نمیگویم میدانی؟ چون که در ایمانی تو ضعیفی رو حس میکنم. در این دنیای 3 روزه مرده میروی. کمی خودت را به ترتیب درآره، کمتر خودت را برادر آر. خیر میلش. آرست میدانی چی؟ با دامولازیا یک تارت به شاهان ارزنده محتشم عالی جناب فرموده تحفه کنیم. چی گفتی؟ دیدگی در حیرت ماند. در حال از خفای کار شو. خانم ملیس؟ دامولازیا من به شما یک سوال داشتم. چند وقت شد مراق میکردم. شما یعنی برای سوال پرسیدن آمدید؟ آمدنم یگان مشکلی دارد؟ نه یگان مشکلی ندارد. تو اینجا آمدنتون لازم نبود. من در خانهتون جواب میدادم. شاید یگان سوالی تعجیلی دارم. تعجیلی؟ بله. تعجیلی؟ مرحمت خانم ملیس اگر سوال داشته باشد گوش میکنم. فقط یک تا. تنها یک سوال پرسیده میتوانم؟ یعنی شما مرا دائمی خیلی خطا میفهمید. یک سوال نه، البته چقدر که میخواهید پرسیدن گیرید. میلش نباشد میپرسم. مرحمت.
ما زنان لک کردن رو بسیار دوست می‌داریم. با این ناخونانی لکی نماز خواندنی ما درست می‌شود؟ بخیرت خانم لیش نماز خانه را سر کردیم. آی شما چی هم میگویید؟ چی دانم سوال تعجیلی گفتید کو؟ این رو دانستن میخواهم. مگر وقت شروع کردن نماز این رو دانستن لازم نیست؟ یعنی؟ شما به سوالهای من جواب میدهید یا نه؟ جواب نمیدهم نگفتم کو. مایلش پس انتظارم. حالا یعنی خانم لیش در اینجا چیزی مهم نیت است. اگر دلتون پاک نیتتون خوب باشد خدا عبادت شما را البته قبول میکنه. یعنی در اینجا مشکلی نیست. تشکر زیاد. خواهش میکنم. یگان سوال دیگر داره؟ اینش بسنده است. پس با اجازت شما خدا حافظ. روز بخیر. خدای توبه کسی از پیشم برایت از من سوال میپرسد. چرا میپرسی از من؟ آخر چی دیگر داملا نیست؟ دلی صاف بوده است، نیتی خوب بوده است. با ناخونانی لکی نماز خونده میشده است مگر حتی تهارت نمیشود. در 2 دقیقه اینترنت در آمده آموختم. چی خیل؟ چیزی که من در 1 دقیقه آموختم داملا چی خیل نمیداند. انیق داملای ساخته است. انیق. بس است کن. همش رو میگویم. آخر تو خواهر من هستی. بابای داملا. السلام علیکم بابای داملا. علیکم السلام. یک دستتان رو بوسه کنم. ای داملا شما توی دارید و مرا دعوت نمیکنید مگر این خیل میشوده؟ با خدا که دعوت کرده نبودم لیکن وقت نشد. مایلش باشد من به هر حال می آیم. داملا باز از طرف داماد می آیم. من در این روز مگر شما را تنها می گذارم ها؟ تشکر زیاد آقای کنان. چه خیلی که با شما وعده دادم دیگر آدم ها را غم نمیدهم. بخیر باشید. اما آن کالت کلاسی گرسوخته در وعده نیست داملا. یا خدا توبه آخر آقای کنان مگر این خیل توبه می شود این خیل نمی شود. آخر چیکار میکنه شما؟ داملا چیکار کنم؟ کاریان را با آخر نرسانم من راحت نمی شوم داملا. کاریان را با آخر رسانم به خدا به شما وعده میدهم که به حج رفته در آنجا پر توبه میکنم داملا. شما باز میدانید که برای پر توبه کردنم وقتی کم مانده است. بخیر است؟ فهمیدم که کالتکیل از خواهر داشته است. خواهرش؟ بله داملا ما بویگیرهای زیاد داریم که بودنش را حالا نمیدانم اما برای فهمیدن وقتی کم مانده است. لیکن بعد آن را فهمیدن وای کالتکیل است به نزد من تازان می آید داملا. خواهد نآید. خیر مایلش داملا شما در ترددی توی هستید. سلامت باشید. باز دستتان را بوسه کنم. با شما برای کار رفتیم باشه ها. آفرین لیوین بازم با لذت پخته ای؟ سردارم خوردن را یک طرف گذارید. یعنی چی خیل؟ کاسه‌های ناشسته در آنجا بسیار شدند. برای شستنشان یگان صابون نیست. یگان فیری خریده بیار شسته مانیم. یگان پرابلم من است تمام تازگی. مرا هم فهمید و وجدان ایستانیم در خانه مادرم همین قدر کار نمیکرده. آی ینگه حالید این قدر نوز نکرده بود. اینش کی؟ لبای من کالتکیلاس. کالتکیلاس؟ بله کالتکیلاس کمیسر. تو را دستگیر میکنم. از دست من رها نمیشوی. وقتی بهوده گل دادن ندارم. مرا خوب گوش کن. سردارم در حقیقت کالتکیلاس نزد. تلفن بده یک دقیقه مهمش دارم براستی. خاموش لبنت. برای دستگیر کردن من خواهرم را استفاده کرده ایستاده اما بدون که او را چقدر به خطر میپرتویی. من این خیل کار نمیکنم. با این خیل کار دست نزدنت را باور دارم. گوش کن کمیسر تنها تو از قفای من نیستی.
معلومات ها آید و خواهرم به دست کنان دیوانه افتاد حیات او در خطر می شود. از من چی میخوایی ها؟ پرونده خواهرم را از بین میبرداری. یکی از بین نبرداره. اگر از بین نبرداری نتیجهش رو میبینی. تو باز من رو تهدید میکنی ها؟ سردارم شما رو تهدید کرده ایستاده است. همون تلفن رو با من دهید و حالا لبت رو نمیشناسن. گوش کن کمیسر، سالهای طولانی است که مرا دستگیر کردنی هستی اما مرا ذره نشناختی. من تهدید عمل میکنم. پس عمل بکن مرد باشه روبرویم برات بینم چی میکنی. چی گفته است سردار؟ چی؟ ندارم گفتم که کمیسر حالا مرا خوب گوش کن. نمیخوام که با نزدیک کنم ضرر رسد. این همه تو واسه است فهمیدی؟ مرا گوش کن. اگر با نزدیک کنی من ضرر رسد اون وقت با نزدیک کنی تو هم ضرر میرسد. این رو بسرت جو کن. ای گمراه چی میگویی؟ الو خاموش کرد بیشرف. سردارم شما خطا کردید که تلفن رو با من نداده. لبند خاموش پسرم خاموش. جانکم حله سردارم شما با ینگه حله گپ زده ایستاده بودید، با کارتکلش گپ نمیزدید. ینگه حله چرا شما رو تهدید کرد؟ لبن خاموش پسرم خاموش. فهمیدم سلین جان، تو آن احمقت را نیابی من که بودن زاغ سیاه را نفهمم با ما راحت نیست. زورو جان سمی رو میگویم و فکری من اون مجبوری حرکت کرد. با من هم همین خیلی نمادار شده اما آدم را نفهمونده خیزانده دوانده مخی. آن طرفش همین خیلو، لیکن من عموما باور ندارم که زاغ سیاه سمی باشد. نمیدونم سلین، باید انیق کنم اما چه خیلی انیق کنم؟ زورو جان این رو فکر نکن، بهترش تو از پای فاتحه بشو عزیزم. درست راست میگوی میلش. خیر میلش تا بازدید. میلش عزیزم میبوسم تو رو. بای بای. با کجا فرو؟ کاری تو نباشد عزیزم. چخیل یعنی کجا رفتنت رو نمیگویی؟ هر قدمی زدم رو با تو حساب دیم طولین. یا خدا توبه. خیر تا بازدید. میبینیم خیر. از پشت دیوار گپ گوش کرده ضعف میبرده. بسیار کاری خوب. دومنوزیا من هم با ند شما رفتنی بودم. بخیر است آقای فرو، بسیار زیبید است. رحمت سلامت باشه. با شما تشکر گفتنیم. باور کنید طولین درگیردم دور زدن رو آغاز کرده است. با من اونقدر رشت میکنه که باوریت تو نمی آید. بسیار زیبید است. تشکر. سلام. سلام زورو جان عزیزم. خوب هستی؟ خوبم ممک جان، شما چی خیر؟ رحمت جانم خوبم. خیر من عاشقان رو تنها گذارم اکنون نه؟ چقدر شیرین هستن؟ سمی زاغی چه بوده است؟ نه این خیلی فکر نمی کنم، شوخی میکرده است. شوخی؟ کی این خیلی شوخی به مورد ناجا را دوست میدارد؟ یا که شوخی نباشد؟ اگر شوخی هم نباشد پروایی ندارم دیگر. روزای به شمار بابایم مانده است ملازیو. مهم سلامتی بابایم است. دیگر هیچ چیز را فکر ندارم. سفسطه نگوید. اگر سمی در حقیقت زاغ سیاه باشد خفه نشوید، اما این آیله داری رو کرده نمیتواند. در سر من یک فکر شبهناکی است. اگر زاغ سیاه سمی باشد من این را از کجا انیق کنم؟ بسیار آسان. از سمی یگان واقعه بین شما و زاغ سیاه شده را میپرسید. تنها چیزی که بین شما و زاغ سیاه است بینه جواب داده میتواند. اگر جوابی درست دهد زاغ سیاه او است، اگر ندهد زاغ سیاه نیست. آخر چی پرسم؟ اگر بر نزدیکان من ضرر رسد اون وقت بر نزدیکان تو هم ضرر میرسد. این رو بسرت جو کن.
هوشیاری را بین ناممان را دزدیده است های سمی عقلک دیدی که این دختر کسی را فکر میکنه به ناموس خودت را گرفته با پیشش برآمدی. سلام علیکم دوملو. و علیکم السلام. بیشرف. دوملو جان از نام جماعت مسجد برای شما یک تحفه ناچیز گرفتیم. سالا $2,500 بوده، پول ما رسید همین را گرفتیم دوملو. تشکر آقای خلیل، سلامت باشید و خدا در نزد شما خودم رو هیچ تنها حس نمیکنم. استاد یک سوال دارم پرسم؟ هجری حاضر پیش از فاتحه سوال پرسیدن بدبختی میآورد میگویم. چی؟ بدبختی میآورد؟ این خرافات های سفسطه را از کجا میابه دوملو؟ دخترم تو با کاری دوملو دخالت نکن. مادر جان لطفاً اقلا از برای من خاموشه. مادر جان خاطر حقیقت بالای هر حقیقت است. فهمیدید خاموش بودن نمیتوانم. دوملوزیو در دین ما خرافات موجود نیست مگر این رو میدونید؟ معلش خانم اینش موجود نیست و شوخی هم موجود نیست، یعنی من فرصت شوخی کردن ندارم. بین دوملوزیو شوخی کرده است. من نفهمیدم، از من نرنجید. استغفرالله. پرسی جری چی میپرسی؟ بینید استاد، شیطان انسان را در هیچ کجا راحت نمیگذارد، حتی در نماز هم نمیگذارد. از راست میآید، از چپ میآید. استاد در همه جا وسوسه میکند. چیکار کردن لازم است؟ آخر خیلی نمیشد هجری. پسرم با مقابل شیطان هوشیار میشوی. تو اجازه نمیدی که شیطان تو را از پا افتاند. از راست میآید، از چپ میآید، اما تو استوار میمانی. فهمیدی پسرم؟ فهمیدم استاد. خدا راضی باشد. با مقابل شیطان هوشیار میشویم. اما که خلیل نوشتم. با من رو بردار میکنم. دوملو جان پگه بگه در رستوران فاتحتونه هفته دیگه با توی باز مرا تعقیب کرده ایستاده هستن. اینجا بیار نابکار. اینجا چیکار میکنی؟ اخباق با کجا میگریزی؟ تو از لیوند خلاص شده نمیتوانی. دست نده همش رو خواهی میشوی. من چخیر با گپ در آوردن تو رو میدونم. پیش درا کلاس جو فقط توی میخریم ها؟ بله شوکت پگاه روز کلان است. عمیق‌ترش نکاحی ساخته میکنیم برادر. یه برادر ساخته یا نساخته که پگه بگه در رستوران فاتحتون میکنن. بعد فاتحتون برادر هفته دیگر توی میخریم جانون میشه. تمام. در 2 دقیقه با سرمون متخصصی مناسبت های بین المللی شدی. کلاس جان با خواهرت گپ زدی؟ نه گپ زدن نتوانستم. چی بکو؟ شوکت کنان دیوانه خواهر داشتنم رو فهمیده است. چی؟ بله برادر. ما در 10 سال خواهرت به زور یافتیم یا در 2 دقیقه چی یافتن؟ نمیدونم شوکت نمیدونم، اما خدا را شکر که کی بودنش را عمیق نمیدوند. کار کرده جستجو میکند. خواهر من بودن بیتول رو اصلا باید نفهمد.
برادر این کارهایمون همه جزیر شد، باز چیکار میکنی؟ نمیدونم شوکت، اما در این حالت رفته با بیتول تو خواهر من هستی گفته نمیتوانم. چی میگویم آخر احتیاط کن خانم و برا و سیوال نفهمند این سفسطه میشود. از دوری خواهرم بیتول رو محافظت کردن را دوام میدیم. برادر من همین جویم، خواهر تو خواهر من است، محافظتش میکنیم، غم نخور. مشکلی هایم تمام شوی ندارند. لبای سلین جان، شخصی که تو رو ناراحت میکرد دستگیر کردیم. اگر بیکار باشی باشو ببیا. خدا رو شکر، در حال میایم اکایونال. مرحمت شینید. احمقی به شما گل فرستاده را من دستگیر کردم. عذر میپرسم خانم سلین، به خدا دیگر شما رو ناراحت نمیکنم، مرا ببخشید. یک دقیقه من تو رو از کجا میشناسم؟ البته تو کارگر پیشینه ما هستی. بله. خواطر نشوید خانم سلین، جزایرشو میبینند. خواطر نشوید، راحت باشید. وای لیمین، من از تو عذر میپرسم، یعنی یهوده تو رو گناهگار کردم. مهم نیست خانم سلین، من کارم رو اجرا کردم. با این خیل ابله ها ما هر روز روبرو میشویم. من برای این بسیار کوشش نمیکنم. خیر میل است، اگر اجازت دهید من حالا از پس کارم شوم. او رو با اجرای پرس و پوست برید زود برید. موره های گردن در گب نیست. سلین، این رویم رو سوزانده ایستاده است. کی خشک می شود؟ زورو جان کمی صبر کن، خشک می شود. خوبش نمی کردیم. این چی لازم بود؟ عزیزم پگو فاتحه داری، من رویت نورانی شود. یا خدای توبه. در نزد لیونت عیب شد. اون احمق کارگری خودمون بوده است. به خدا به هیچ کس باوری نیست. خدا را شکر که زودتر دستگیر شد و به یگان خطر نجات یافتی. خیر میلش. سلین، پگاه در این وقت در فاتحه می شویم. در هیجان هستی؟ هیچ نیستم. تنها از موضوع زاغ سیاه خلاص شدن می خواهم. اونقدر مرا عذاب داد که ای ما رو هم عذاب دادی. داملا زیاد به من یک چیز را پیشنهاد کرد. برای زاغ سیاه بودن یا نبودن سمی را فهمیدن یک سوال ده گفت. یعنی چی خیلی؟ از اگه صحبتی در بینتان گذاشته یکون پرچه. لیکن چی؟ بسیار منطقی، یعنی حل عمیق. اما چی میپرسم؟ این رو آخر با تو گل زده بودم خرگوشم. خرگوشم؟ نه من خرگوش رو دست میدارم، از همین سبب گفتم هجری همش از پشت تو مرا دوست میداری؟ با من خرگوشم گفتی؟ زورو، از سببی که تاجیلا با من با خوردن خواستی ایست تخمین کنم نگوی. از فاتحه دست کشیده ای با فکرم. سمی آرام شده میتوانی؟ میدونستم، قسم میخورم این رو میدونستم. یعنی مرا انتخاب کردنت را، زاغ سیاه رو انتخاب کردنت رو میدونستم. چیکار؟ سمی خاموش میشوی؟ خاموشم. برای آنه که باور کنم که تو زاغ سیاه هستی باید یک سوال رو از تو پرسم. حالا هم باور نداری ها؟ بعد از جوابی گرفتت بسیار شرم میکنی. البته میلش من راضی هستم. کنی پرس؟ شبه که با تو گپ زدم تو با کدام حیوان به من صدا کردی؟ البته که چوجه هم. نه چوجه هم میگیم. چی؟ وای کبوترم. نه. گربه‌چم. نه. خیرسه کم. نه. من هم این خیلی چی بود؟ سخنهایم رو برای سمی خب کن.
سمی دروغگوی هستی، بسیار دروغگوی هستی. میفهمی؟ تو چی خیلی جسارت کردی که با من دروغ گویی؟ ها؟ تو چی خیلی به حسیاتی من بازی کردی؟ حیف به تو شرمنده. عذر میپرسم. عذر نپرسمی، نمیبخشم. فهمیدی؟ نمیبخشم. باورم نمی آید تو حالا چرا چنین کردی؟ چرا باور نمیکنی؟ تو را حال هم دوست میدارم، اما تو مرا اهمیت نمیدهی. چیزی که نگویم زاویسیا رشک کردم. اگر دروغ هم باشد در جای او بودن رو خواستم. شاید خیلی که او رو دوست میداری مرا هم دوست داری گفته فکر کردم. نه، تو وقتی به من زاغ سیاه بودنت را گفتنت فکر کردی که مرا خرسند میکنی؟ ها؟ تنها مرا غمگین کردی سمی. آخر تو اگر زاغ سیاه را دوست داری پس چرا؟ خاموش شو سمی. این سخنت را دیگر دوام نده، چون که به هر یک عملت جواب میدهی. زهرا عذر میپرسم. ای زهرا، باورم نمیآید امروز فاتحه داری. من حالا هم به حیله کرده سمی باورم نمی آید سلین. تو حالا هم این رو از سر دور نکرده ای؟ سلین حیله های کردش آنقدر بیفکرانه بود که از عقلم دور نمی شود. عزیزم فراموش کن رود. خیر عاشق شده است این کار رو کرده است. جانم عشق انسان رو به همه کار مجبور میکند. اینش یک طرف انسان مروک میکند آخر. چرا؟ اگر با داموز یا اولاداری سوخته نمیکردی عجب و با سمی اولادار میشدی. سفسته نگوی سلین. برادر اگر کمیسر اونال به رستوران بیاید چیکار میکنیم؟ این رو فکر کردی؟ خاطر نشو رحمت با آقای اکرم که این کار رو حل کرد. چه؟ دیدن حله رو با کمیسر اونال من کرد. این کار خوب شده و خدا اونال با فاتحه آمده نمیتونه. به خدا بعضا وقت سگله به تقدیری که برادر خاموش شو. اولین بار کار برار گیره با خدا در کتام نمیگنجه. نخند رفته یک چای بیار. گپ نیست برادر، شیمو کسی تنج گرفته. دوست شما کلاس. تو چی میگی؟ این فاتحه کلتا کلاس است. خوش شوا. گاز رو درگیرونده. لوین زود باش پسرم، در همون خوابت برچی؟ عجایب بوده ای. لبه زهرا. یزنا جان با فاتحه من می آید ها؟ البته عزیزم می آیم. چرا نایم؟ زهرا جان بابایت رو میدانی، آمدنم را من کرد. نه یزنا جان یگان اعتراض نمیخواهم. می آیده؟ من بابایم را راضی میکنم. بلش؟ بله زهرا جان می آیم. بسیار خرسند میشوم یزنا جان. برای این دعوتت بسیار تشکر میگویم زهرا جان. بگو در اونجا میشوم تو باستی. بلش انتظارم. لوین بعد از حمام از آن املت های با لذتت میپزی؟ مزهش در دهانم مونده است میدانی. حتی حالا اینقدر املت های خوب نمیپزد. زنک جان خوش آمدی. تو کی آمدی؟ چرا خبر ندادی؟ اینجا خانه من هم هستونال. برای بگو لباسایم رو گرفتنی آمدم. وقتی آمدنم به تو باید خبر میدادم. نه عزیزم البته که میایی، اینجا خانه تو هم هست. اما با فکرم از آمدنی من ناراحت شدی. جانم مگر این خیلی ممکن است؟ کمی پیش تو با کی گپ زده ایستاده بودی؟ کی بوده است که از من امولت را خوبتر میپخته است؟ در خانه کیست اونال؟ در حمام کسی هست؟ او لوینت است. خاموش باش اونال، خاموش. عزیزم لوینت خودمون رو نمیشناسی. لوینت آخر بیچاره جای ایستادن نداشت. یک دو روزه به خانه ما اومد، یک جای میستم گفتم. تو از من چیزی رو پنهان داری اونال؟ من از تو چی رو پنهان میدارم؟ حیفی تو بود اونال. باز خلطی من رو با او پوشانده یه؟ چی خیل خلط؟ علی؟
تنجه سردار چی دوت میزنی؟ بلا شد بلا، میفهمی بلا. در یک خانه کلان تو دیگر لباس نیفتی ها؟ خلط حله رو پوشیده ای. آخر سردارم من خلط شما را نیفتم، از مجبوری خلط ینگه حله رو پوشیدم. ای برباد دادی همه رو، برباد دادی. حله خلطش رو در تن تو دیده فکر کرد که در خانه یکان زن است. ای سردارم من رو ببخشید، اینش هم تقدیر بدی شما. جنابان خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. نور دیدن. خوش آمدید. خوش آمدید میهمانان عزیز. برای آمدنتان به هر یک شما تشکری زیاد. سلامت باشید. خوش باشید. مبارک. سلامت باشید دوستان. سلامت باشید. مرحبا. خوش باشید. خوش آمدید. مبارک. خوش آمدید. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. نور دیدن حاجی سر. خوش آمدید. خیلی خوش باشید. خوش مبارک. خوش آمدید. زهرا جان در اینجا چیکار میکنی؟ تنها بودن میخواهم. البته مشکل است میفهمم. صمیم مرا نفهمیدی؟
البته میفهمم برای با شخصی که دوستش نمیداری اویلادور میشوی. سمی با سر نکن. مایلش در حال غضبناک نشو. من در اصل به اینجا برای عذر پرسیدن آمدم. اکنون این موضوع رو میپوشیم، دیگر دوام نده. مایلش؟ مایلش عزیزم. در واقع بسیار زیبا شده ای. تشکر. زورا جان در داخل فاتحه تو است میدونی؟ آی نمیدونستم سلین جان، خوب شد که به یادم آوردی. چی شد با زورا؟ چی رو فکر میکنی؟ سلین جان غضبی نشو، زاغ سیاه سمی نباشد پس کیست؟ زورا جان کمتر بعد فاتحه میشوی حالا هم زاغ سیاه میگوین؟ چی کنم سلین جان، در دست من نیست. باید این رو فکر نکنم اما از فکرم دور ساخته نمیتوانم. بابایم رو بین، چه خیلی خرسند است. با واسطه دامولازیو میدونم. اکی اونم میآید؟ کمتر پس میآید. انشالله بابایم یگان مشکلی نمی کند. راستی نمیدونم، با فکری من بسیار عصبی می شود. عصبی هم شود به خاطر من یگان کار نمی کردگیست. امیدوارم. برادر تو عالم حیوانو تماشا کردگی؟ ای تو چی میگویی شوکت؟ رنگی سنجابکای افریقا رفتار میکنی او میخرن کو. شیر اومد گریزین. این زمان تو برادر همه خیر رفتار کردیست. او تو دامادی برادر. خفه نشو برادر، من مانندی تو کیف صفا ندارم. اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. اما چه گفتی اون نمیگویه؟ آقای اکرم نموندهشه. بو چی خشوگانی میگیری تو؟ شوکت این اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. میبینی که رسیده اومد. اون نل بوده. اون نل گفتی؟ من نگفتم. این شوتون گفت. به خدا که من گفتم. آخر با این حال ابد می‌نگرم. غمگین است. بیچاره دختر کاشکی اون نل هم در اینجا می بود. با همین خاطر گفتم. ای بخدای انگار قرضون نکنه همین بابای اکرمتون بسیار انسانی پس بده. نه خود دارم خیلی روز هم مرده که نمونی که توی بیایه. در اصل نبودنش خوب است. اپای حالی هم بیامون شاد است. جونه که من در حقیقت بسیار غم میخورد. اما کمتر پس بسیار خرسند میشود. با خیر است؟ از بابایم پنهانی از اون را دعوت کردم. سورپریز در سر مانا. لبای؟ تو چی کردی زهرا؟ با خدا که بسیار خوب شده است. من هم عیناً همین را فکر کرده بودم. یک قند بزن ینگه برای ما سورپریز کلان شد در این روز. بسیار کاری خوب کردیم با خدا. زنه که به فکر اینده زور. بله. مرا فهمیدی لیوین؟ گوش کن، وقتی که به اونجا میرویم به حلی میگویی که ینگه خلطت رو من پوشیدم. ای سردارم من این کار کرده نمیتونم. در نزد مردم این گپ رو من چه خیلی میگویم. میگویی پسرم؟ یکی خانم سلین میشنود. مهم اویله من است. از شنیدن خانم سلین من شرم میدارم، لیکن به خاطر شما میگویم. البته که میگویی. این رو باید پیش از پوشیدن خلطه حلی فکر میکردی. سلین چی فکر میکند پروایی ندارم. در گوشش آس تک بگم نمیشود. خوش آمدید. مبارک شما. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک شما. خوش آمدید. تو چی میکابی اینجا؟ خوش باشید آقای اکرم. هیچ خوش نشدم. تو چی خیل به اینجا آمدی ها؟ ما از طرف داماد به اینجا آمدیم آقای اکرم. برای بیکس و بینوا نبودن دامولازیا رو نشان دادم به اینجا آمدیم. تو اول نبیره مرا میدوزی، بعد باشد شرم نداشته به فاتحش میآیه؟ بی شرم و بی حیا. آقای اکرم آن یک خطا بود فهمیدم. علاوه بر این در این باره من همش را به دامولازیا فهماندم. آخر لذت این خیل روزی خوب را از دست دادن معنا ندارد. بین هم با دیدن روی تو لذت این روز رفت. چه کار کنم؟ شماره Excuse me. مهم نیست.
خوش آمده. ملیس جان، من از همه بسیار رقص داملا زیرا بازی رو انتظارم. فهمیدم که در رقص همتان نداشته است. در برابر این داملای مسجد هست. در حیرتم به خدا. اگر داملا زیرا در ساختکاری پروفسیونل بودنش را میدونستید باز هم بسیارتر حیران میشدید. سمی جان بسیار خرسند می نمایید ها؟ سیوال جان اینقدر زیبا شده ای؟ دفشو از پیشم نمیک. یکم چیزی بعد گفتم آخر زیبا شده ای گفتم آخر نمیک را نباشد کردت میزنم را. مایلش باز همین نمیرسید. شب بخیر خانم سلین. شب بخیر. شما چی خیل؟ کاری تو چی؟ ها؟ کارت چی؟ یه خدای توبه. ای وی اوف این چی خیل زن است. این تعبی دل من است. هیچ گپ را تاب نداده در روی آدم میگوید آخر تو از من میشوی سلین. تشکر. یک دقیقه سردارم ینگه هلی را فریاد کنه در همینجا میفهمانمش. کنی پیش رو لیون. رفتیم دوستان عزیز، میهمانان گرامی، به مراسم فاتحه نبیره بسیارم دوست دارم زهرا، این چونین داماد شونده من دامولازیا، مهمانان عزیز خوش آمدید. مبارک شود. من بسیار میخواستم که دامولای سوخته بودن شوهر شونده را برآمده با صدای بلند بگویم، اما میترسم که سمی را از دست میدهم. همینم کار شد. گپ را کم کن راه گرد. اون آلیزدیمیر؟ بله منم. بخشش فرمان مخصوص آقای اکرم است. شما در آمده نمیتوانید. خیلی من در آمده میتوانم. نام شما چیز میگوید؟ نام من لوینت روزیبک. تو به داخل در اومدن نمیخواستی کو؟ ای سردارم آخر با ینگه اهل گفتنی بودیم کو خلط شما پوشیدم. در پیش همه گپ زدن نمیخواستی کو؟ سردارم شما رو به درون در اومدن نمیمونن. من در اومدن خودم گپ میزنم. ای بی شرف. از برای سلین ها؟ توبه کنید سردارم خیلی نیست. شما رو باشد خانم سلین اشاره مونده از در اومده نمیتوانید. خودش چی گپ است برادر؟ من اویلم را دیدن میخوام. یک طرف استید؟ خواهش میکنم. چی گپ است؟ ای صغیره. اکنون در حضور شما انگوشترین ها را می اندازیم. بله انگوشترین ها را بیارید. در حال میارم بابا جان. خوب شد که به من گفتی که زهرا اونل را دعوت کرده است. اگر نمی گفتی همش برباد می شد. خواهر عزیزم، چقدر وقت دیگرم مانده است دکتر؟ سلامتیتان روز به روز خوب شده ایستاد است آقای اکرم. بسیار هم خوب. یعنی گفتم میتوانم خطر رو پسی سر کردید. دکتر جان، از شما یک خواهش دارم.
مرحمت بگویید. این وضعیت را در حال حاضر عائله هم نداند بهتر است. وقتش بیاید من این را خودم به آنها میگویم. از شما خواهش میکنم در این خصوص لطفاً به هیچ کس سخن نگویید. مایلش آقای اکرم، چه خیلی که شما خواهید. تشکر زیاد. خوش باشه. تا بازدید. اگر زهرا این را فهمد با داملازیا عائله دار نمی شود. خدا به من انداختن انگشترین های نکار را هم نصیب می کند انشاءالله. برای حواست پلیس باشه.